الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با این برنامه زنده و همونطوری که میدانید هر روز جمعه در این ساعت با این برنامه تماس مستقیم با شما عزیزان هستیم. تماس‌های شما رو میشنویم و سوالات، انتقادات و پیشنهاداتون رو انشاءالله میتوانید با ما در این برنامه در میان بگذارید. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم می‌فرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. شما گمان نکنید کسانی را که در راه الله سبحانه و تعالی کشته شدند که آنها مردند، بلکه آنها زندند و در نزد پروردگارشان روزی میخورند. همانطوری که همه شما عزیزان اطلاع دارید، طی چند روز گذشته یک خبر خیلی اسفناک و المناکی همه جهان اسلام رو لرزاند و خبر شهادت استاد اسماعیل حنیه، رهبر حماس و رئیس بخش سیاسی حرکت مقاومت اسلامی در فلسطین، شخصی که همه زندگی خودش را از روزی که در اردوگاه شاطی در سال 1963 به دنیا آمد تا امروز در راه خدمت به قضیه فلسطین، مسجد الاقصی و آزادی بیت المقدس صرف کرد. همانطوری که در آیه‌ای که الله سبحانه و تعالی اشاره می کند که شهدا زنده هستند و در نزد پروردگارشان روزی می‌خورند، ما مسلمانان یقین داریم که کسانی که فی سبیل الله هستند، در راه الله سبحانه و تعالی جهاد می‌کنند و برای اعلای کلمت الله مبارزه می‌کنند و اینها اگر کشته شوند، کشته شدن آنها مرگ نیست، بلکه از هر قطره خون آنها که به زمین می‌ریزد هزاران مجاهد دیگر راه و اهداف او را ادامه می‌دهند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح می‌فرمایند که هنگامی که یکی از برادران شما شهید می‌شود، الله متعال روحش را در کالبد پرنده‌ای سبز رنگ قرار می‌دهد که بر روی نهرهای بهشت به پرواز در می‌آید. آن پرنده از میوه‌های بهشتی می‌خورد و در کاخهای طلایی بهشت مسکن می‌گزیند و در زیر سایه عرش الهی زندگی می‌کند. بله بینندگان عزیز و گرامی، امت اسلامی امتی است که با شهادت فرزندانش اگرچه از دوری آنها اندوهگین می‌شوند و ناراحت می‌شوند، اما شهادت را برای خود و برای دیگر برادران مبارز و مسلمان خود یک سعادت ابدی می‌دانند. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. با آنچه که الله سبحانه و تعالی از فضل خود به آنها داده است شادمانند و برای کسانی که هنوز به آنها نپیوستند، یعنی هنوز شهید نشدند، این خبر را میرسانند که بیمی برای شما نیست و اندوهگین نشوید، زیرا شهادت شروع یک زندگی جاودانی است. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که الله سبحانه و تعالی می‌خرد
از مؤمنین نفسهای آنها را و اموال آنها را که در راه الله سبحانه و تعالی قربانی می کنند که پاداش آنها چی است؟ جنت است. و جهاد می کنند، می جنگند در راه الله سبحانه و تعالی. فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن. و الله سبحانه و تعالی می فرماید که اینها چه بکشند و چه کشته شوند وعده الله سبحانه و تعالی است، وعده حق است برای آنها، همان گونه که در تورات و انجیل و در قرآن کریم نیز آمده است. و الله سبحانه و تعالی به آنها می فرماید که فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. بشارت باد بر شما به خاطر این خرید و فروشی که با الله سبحانه و تعالی کردید. خوشا به حال کسی که با پروردگارش این معامله را می کند. خوشا به حال کسی که با مالش و جانش در راه الله سبحانه و تعالی جهاد می کند، زیرا شهادت زیباترین و بالندترین و نغزترین کلام در تاریخ بشریت است. شهادت بهترین و روشنترین معنی حقیقت توحید است. کسی که به ذات اقدس الهی چنان ایمان دارد که میخواهد در راه او تعالی جان شیرین خود را فدا بکند. الله سبحانه و تعالی شهادت همه مجاهدین و همه مبارزین از جمله استاد اسماعیل حنیه را قبول بکند. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. الله متعال می‌فرماید از جمله مؤمنین کسانی هستند که آن وعده‌ای که آن عهد و پیمانی که به الله بستند در این عهد و پیمان صادق بودند. کسانی از آنها به شهادت رسیدند و کسانی هم هستند که در انتظارند. شاید برای بعضی از انسانها شهادت یک انسان، کشته شدن یک انسان به معنی کم شدن، به معنی نقص تلقی شود، اما در نزد ما مسلمانان شهدا با خون خود درخت توحید، درخت آزادی، درخت استقلال، درخت لا اله الا الله را آبیاری می کنند. شهادت از زمانی شروع شد در دین مبین اسلام که عمار، یاسر، سمیه و تعداد زیادی از فرزندان راستین اسلام، کسانی که شاگردان مکتب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودند، برای اعلای کلمت الله، برای توحید جانهای خود را قربان کردند. بعضی از آنها در مکه به شهادت رسیدند، بعضی در بدر، در احد، در خندق و در غزوات دیگری که تا امروز هم این غزوات ادامه دارد، تا امروز هم جهاد فی سبیل الله ادامه دارد، تا وقتی که ظلم است، تا وقتی که اشغال است، تا وقتی که ستم است، تا وقتی که کفار هستند. الله سبحانه و تعالی مردانی را مهیا کرده است که در راه توحید، در راه یکتاپرستی، در راه اعلای کلمت الله می سوزند و مبارزه می کنند و به شهادت می رسند. الله سبحانه و تعالی مسلمانان را در فلسطین و در هر گوشه دنیا که برای آزادی و برای استقلال و برای توحید و برای اعلای کلمت الله مبارزه می کنند پیروز بگرداند. شهادت استاد اسماعیل حنیه در ایران، در تهران، خاطره غدر و خیانت شیعیان رو در طول تاریخ دوباره زنده کرد. وقتی شما صفحات تاریخ رو مطالعه بکنید می‌بینید که این طایفه همیشه در طول تاریخ، از زمانی که نخستین هسته‌های خبیث اینها در بین مسلمانان ایجاد شدن، کارشان خیانت، ترور و از بین بردن صادق‌ترین فرزندان اسلام بوده است. شما اگر در تاریخ ببینید کسانی که بیشترین خدمات رو به اسلام کردند، کسانی که
بیشترین زحمات رو در راه اعلای کلمت الله کشیدن، بزرگترین دشمنان این جماعت محسوب می شوند. امروز کسانی رو که اینها لعن و نفرین می کنند از سلف صالح ما، از صحابه و تابعین و علما و بزرگان ما، کسانی هستند که بیشترین خدمات را به دین کردند و در طول تاریخ از زمان خلافت سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه که خباست‌های اینها آغاز شد تا امروز می‌بینیم که هزاران نفر از بزرگان دین، از امرا، از علما، از پادشاهان، از خلفای اسلامی رو اینها ناجوان مردانه ترور کردند. من در این عجله تعدادی از این بزرگان رو از صدر اسلام تا اکنون که توسط خیانت‌های روافض به شهادت رسیدن رو در اینجا خدمت شما عزیزان بیان می‌کنم. مشت نمونه خروار: عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه، دومین خلیفه اسلام، به دست ابو لؤلؤ مجوسی به شهادت رسید که امروز قبرش در کاشان در ایران یکی از عبادتگاه‌های شیعیان رافضی است. عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه توسط گروه مشبوهی که در رأس آنها عبدالله ابن سبی یهودی مؤسس رافضه‌گری قرار داشت به شهادت رسید. علی ابن ابی طالب توسط ابن ملجم، کسی که یک زمان شیعه علی بود و در لشکر علی بود و در کنار علی می جنگید، بعداً سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو در مسجد کوفه به شهادت رساند. حسن ابن علی، حسین ابن علی، بیش از 20-25 هزار نامه شیعیان کوفه فرستادند و او را به کوفه دعوت کردند و در بین راه او را در کربلا مظلومانه به شهادت رساندند و یکی از آنها هم یاری نکرد سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه را. همینطور تاریخ اسلام را شما اگر مطالعه بکنید، در سال 529 هجری خلیفه عباسی المسترشد بالله توسط شیعیان ترور شد. خلیفه الراشد العباسی در سال 532 در اصفهان به دست شیعیان ترور شد. خواجه نظام الملک سلجوقی، یکی از وزرای نامدار و عالم سلجوقی که مدرسه نظامیه بغداد را تأسیس کرد، اولین دانشگاه علوم عصری و علوم دینی رو در سرزمین‌های اسلامی تأسیس کرد، در سال 485 توسط یک شیعه باطنی که به صورت یک گدای آمده بود به شهادت رسید. وزیر نظام الملک ابو نصر در سال 503 هجری توسط شیعیان به شهادت رسید. وزیر ابوالمحاسن عبدالجلیل الدهستانی در سال 595 به شهادت رسید. این شخصیتایی که ذکر میکنم اینا وزرا و امرایی بودن که بیشترین خدمات را به دین اسلام و مسلمانان انجام میدادن. هر کسی رو میدیدن که خدمت میکنه به دین، خدمت میکنه به مسلمان ها، او را ترور میکردن. وزیر الکمال ابو طالب السمیرمی در سال 516 هجری توسط شیعیان کشته شد. وزیر معین الملک ابو نصر در سال 521 توسط شیعیان کشته شد. وزیر عضدالدین ابوالفرج بن رئیس الرؤسا در سال 573 در زمانی که در مراسم حج بود توسط شیعیان به شهادت رسید. وزیر نظام الملک مسعود ابن علی در سال 596 توسط خیانت شیعیان رافضی به شهادت رسید. وزیر فخرالملک ابوالمظفر علی ابن نظام الملک در سال 500 هجری به شهادت رسید توسط شیعیان. وزیر بلکابک سرمز در سال 493 توسط یک شیعه رافضی که به ضربات چاقو را به شهادت رسید. امیر مودود سلجوقی امیر مودود زنگی در سال 507 به شهادت رسید در وقت نماز جمعه در دمشق. امیر احمد بن ابراهیم روادی در سال 510 هجری توسط شیعیان به شهادت رسید. امیر قسیم الدوله آقسنگر برسقی در سال 520 هجری به شهادت رسید. امیر تاج الملوک بوری ابن تغدگین در سال 525 هجری توسط شیعیان به شهادت رسید.
امیر آخسنگر احمدیری در سال 527 هجری توسط شیعیان باطنی به شهادت رسید. امیر آقلمش در سال 614 هجری توسط شیعیان باطنی به شهادت رسید. امیر شهاب الدین غوری یکی از امرای معروف و خدمتگزار امپراتوری غوری در سال 602 هجری به شهادت رسید توسط شیعیان. امیر جلال الدین ابن خوارزمشاه در سال 624 هجری توسط شیعیان به شهادت رسید. امیر جناح الدوله حسین در سال 595 توسط شیعیان به شهادت رسید. امیر خلف ابن ملاعب در سال 499 هجری توسط خیانت شیعیان به شهادت رسید. امیر شمس الملوک اسماعیل ابن بوری در سال 529 هجری توسط خیانت شیعیان به شهادت رسید. امیر برسق الکبیر در سال 490 هجری توسط شیعیان رافضی به شهادت رسید. امیر سیف الدین برادر علاءالدین غوری در سال 547 هجری توسط خیانت شیعیان به شهادت رسید. سلطان داوود ابن سلطان محمود غزنوی در سال 538 هجری توسط خیانت شیعیان باطنی به شهادت رسید. سلطان باکتمور در سال 589 هجری یک گروهی از شیعیان آمدند در لباس اهل تصوف و او را به ضربات چاقو به شهادت رساندند. سلطان صلاح الدین ایوبی در سال 570 هجری مورد ترور شیعیان قرار گرفت که جان به سلامت برد. در سال 571 هجری یک بار دیگر مورد ترور شیعیان قرار گرفت. امیر نصرخان ابن ارسلان خان محمد در سال 524 هجری توسط حمله شیعیان باطنی به شهادت رسید. المقرب جوهر در سال 547 هجری به شهادت رسید. ابو صلاح ابن عجمی در سال 573 گروهی از شیعیان در داخل مسجد او را به شهادت رساندند. برادر امیر یا شاهزاده قتاده امیر مکه در سال 600 هجری در مینا در ایام حج شیعیان او را به شهادت رساندند. ابوالقاسم پسر امام الحرمین در سال 492 هجری توسط شیعیان باطنی به شهادت رسید. امام و فقیه احمد ابن حسین بلخی در سال 494 هجری توسط روافض به شهادت رسید. امام و فقیه عبداللطیف ابن خجندی در سال 523 هجری توسط کیانت شیعیان به شهادت رسید. امام و فقیه ابوالمحاسن رویانی در سال 502 هجری توسط خیانت شیعیان رافضی به شهادت رسید. امام قاضی ابوالعلا مساعد نیشابوری در سال 499 هجری توسط شیعیان رافضی در مسجد جامع اصفهان به شهادت رسید. امام قاضی عبیدالله ابن علی الخطیبی در سال 502 هجری توسط شیعیان به شهادت رسید. قاضی ساعد ابن عبدالرحمن ابوالعلا در سال 502 هجری قمری توسط شیعیان رافضی در روز عید فطر به شهادت رسید. امام قاضی ابو سعد محمد ابن نصر حروی از هرات در سال 518 هجری قمری توسط شیعیان به شهادت رسید. امام ابو جعفر ابن مشاد در سال 498 هجری توسط شیعیان به شهادت رسید. امام ابوالمظفر خجندی در سال 496 هجری به شهادت رسید. همه این کسانی که بینندگان عزیز و گرامی اسمایشان رو ذکر کردم و مانند اینها صدها و هزاران تن از علما، امرا و حکام مسلمان رو اینها با غدر و خیانت به شهادت رساندند. اینها کسایی بودند که بیشترین خدمات علمی رو به جهان اسلام تقدیم کردند. امرایی بودند که در جهاد فی سبیل الله بودند و اکثر اینها در وقتی به شهادت رسیدند که حکومت‌ها در حال جنگ با صلیبی ها بودند، در حال جنگ با یهود و نصارا بودند. شما تصور کنید صلاح الدین ایوبی مشغول جنگ با صلیبی ها، با یهودی هاست و شیعیان رافضی چندین بار قصد ترور او را کردند. و امثال اینها هزاران تن دیگر از علما و فقها و دانشمندان، صحابه، تابعین، مفسرین، محدثین جهان اسلام بودند که
توسط اینها در طول تاریخ به شهادت رسیدن. بارها گفتیم، باز هم تکرار میکنیم، اینها روافض به هیچ عنوان قابل اعتماد نیستند. هر حکومتی، هر پادشاهی، هر حاکمی که به اینها اعتماد کرد، داستان سقوط بغداد و خلافت عباسی رو همه شما عزیزان میدانید که 2 تا از وزرای شیعه، خواجه نصیرالدین طوسی و ابن القمی، که هر سال بزرگداشت اینها رو تا هنوز هم در ایران برگزار میکنن، کسانی بودند که زمینه را برای سقوط بغداد که مرکز علم و فرهنگ و قدرت و مجد و عظمت امت اسلامی بود سبب شدند که صدها و هزاران نسخه از کتاب‌ها و تألیفات علمای بزرگوار اسلام در این حمله خائنانه مغول‌ها که توسط وزرای رافضی دربار عباسی به وقوع پیوست از بین رفت. حالا خیلی از کتاب‌ها رو شما ببینید اشاره می‌کنن به کتابی، میگن که در سقوط بغداد این کتاب از بین رفته است. و این خیانت و این جنایت اینها تا امروز هم ادامه دارد و تا وقتی که این فتنه‌گران در روی زمین باشند، این خیانت‌ها و این جنایت‌ها و این ترورهای اینها همچنان ادامه خواهد داشت. وای به حال اون حکومت‌هایی که آن پادشاهان و آن رؤسا و آن دولت‌هایی که فریب اینها رو بخورن و به اینها اعتماد کنن، نه به عهدی پایبند هستند، نه به میثاقی پایبند هستند. و دیدیم که چگونه در وسط تهران در یک منطقه نظامی، در جایی که ساختمان مربوط سپاه پاسداران هست، این شخصیت بزرگ امت اسلامی در اونجا به شهادت میرسد. من اولین باری که تصویر محل سکونت شهید اسماعیل هنیه را دیدم که قسمتی از آن سوخته بود، اولین سوالی که در ذهن من ایجاد شد، چگونه اینها شخصیتی به این مهمی را در یک اتاقی که از 2 طرف کاملا مکشوف و باز است، یعنی یک تک تیرانداز میتونه از فاصله چند صد متری او را هدف قرار بده، چطور همچین جایی رو برای اسماعیل هنیه اینا در نظر گرفتن؟ غیر از این که در ترور و در کشتن او دست دارن و راه رو برای ترور او آماده کردند. و بالفرض خیلی از چمچه های اینها در این روزها در سوشال میدیا نوشتن که وای متهم کردن ایران درست نیست و فلان است و این است و اون است. بالفرض محال و ما یقین داریم که در شهادت او دست دارن. چرا؟ یک قربانی نیاز بود، به خاطری که رئیسی که از محافظه‌کاران بود و پزشکیان که از اصلاح طلبان است، به اصطلاح به این بازی شطرنج است، نه اصلاح طلبی وجود دارد نه محافظه‌کاری. فقط این مهره ها برای دراز کردن عمر این نظام است. این مهرهایی رو که هر 4 سال بعد یکی رو عوض میکنن فقط به خاطر فریب مردم و دنیاست تا عمر نظامشون رو طولانی بکنن. آمدن او و برگشتن دوباره برجام و روابطی که قرار بود با اروپا و آمریکا دوباره برقرار شود یک قربانی میخواست. و قربانی کی بود؟ اسماعیل هنیه که الله سبحانه و تعالی رحمتش بکند. گروه ها، سازمان ها، مجاهدین در طول تاریخ، کسانی که به اینها اعتماد کردن همه سربنیز شدند. حرکت اسلامی تاجیکستان، حزب نهضت تاجیکستان، به اینها اعتماد کردن، در اوج قوت و قدرت اینها رو مجبور کردن که با رحمانوف صلح بکنن و بعداً همه اینها قربانی شدن. در افغانستان همچنین. اینها عادتشان هست که هم به میخ میزنن هم به تخته. در هر دوره، در هر نظام مورهای خاص خودشان را دارن، لکن هدف همه اینها یکیست: ضربه زدن به اسلام و جلوگیری از برپایی حکومت اسلامی، جلوگیری از تأسیس یک دولت قدرتمند اسلامی. باور به خدا بکنید که اگر فردا فلسطینی ها در میدان جنگ بر علیه
اشغالگران صهیونیست پیروز شوند، اولین کسانی که از پشت به آنها خنجر خواهند زد همین گروه های نیابتی هستند که از طرف حکومت ایران کمک می شوند. بر صورت بالفرض اگر که اینها در این قتل دست نداشته باشند هم در این جنایت شریک هستند. چرا؟ او مهمان آنها بود، حفظ جان او، حفظ امنیت او وظیفه آنها بود. و یک آن روی دیگر این سکه این است که اگر که حرفای اینا را قبول بکنیم که اسماعیل حنیه در تهران توسط اسرائیل هدف قرار گرفته و به شهادت رسیده، در 12 ساعت قبل از شهادت شما اگر مرور بکنید با خامنه‌ای دیدار داشته، با پزشکیان دیدار داشته، با سران نظام دیدار داشته. این به این معنی است که چرا باید اسماعیل حنیه به تنهایی در اتاقش به شهادت برسه؟ چرا انگامی که در کنار خامنه‌ای، انگامی که در کنار مسئولان حکومت ایران هست به او حمله نمیشه؟ چون اتفاقشون بر این بود که او را قربانی بکنن برای دولتی که جدیداً تأسیس میکنن. الله سبحانه و تعالی همه گروه ها و احزاب و شخصیت هایی رو که به ایران اعتماد کردن و فکر میکنن که اینها دوستداران اسلام و مسلمان ها هستن، الله متعال هدایتشان بده. بس است این همه قربانی هایی که اهل سنت و مسلمانان در طول تاریخ به سبب خیانت ها و جنایت های اینها دادن. بر صورت این صحبت هایی بود که در مورد این واقعی دردناک خواستم خدمت شما عزیزان بیان بکنم که یکی از فرزندان صادق امت اسلامی، یکی از مبارزین، یکی از مجاهدین بزرگ این گونه مظلومانه در ایران، در تهران، در کنار صدها و هزاران نفر از نیروهای امنیتی ایران، در بین مراکز امنیتی آنها این گونه به شهادت میرسد که صدها و هزارها علامت استفهام را در اذهان مسلمانان ایجاد می کند. خب دوستان عزیز بزرگوار، این بود سخنانی که در مورد شهادت استاد اسماعیل حنیه خدمت شما عزیزان بیان کردم. یک موضوع دیگر که از سه‌شنبه 2 هفته قبل که ما برنامه‌ای داشتیم در مورد واعظ‌زاده بهسودی که یک سری تهمت‌ها و دروغ‌ها و تلبیساتی رو در سخنانش بیان کرده بود و طرفدارانش مانند مور و ملخ ریختن در فیسبوک و یوتیوب در طی چند روز گذشته و چون که جوابی نداشتن، حرفی برای گفتن نداشتن، شروع کردن به توهین کردن، اهانت کردن و فحش و ناسزا دادن و این روش این مردم است. چون تنها انسان‌هایی که در روی زمین یا تنها انسان نماهایی که در روی زمین فحش دادن، توهین کردن و اهانت کردن در نزد آنها از جمله فضائل اعمال محسوب می شود، این جماعت هستند که هر چقدر که بیشتر توهین بکنن، هر چه که بیشتر اهانت بکنن، اینها در نزد علمایشان و در دینشان جایگاه بیشتری دارن و مقام بیشتری دارن که من حتی این رو از کتاب‌هایشان خدمت شما عزیزان در اینجا نشان بدم تا باورتون بشه. دوستان عزیز اگر این رو نگاه بکنن، این در کتاب اصول کافی است. در اینجا در این روایت میگه که از امام صادق هرگاه پس از من اهل ریب و بدعت را دیدید از آنها بیزاری بجویید و بسیار با آنها دشنام بدهید و درباره آنها بدگویی کنید و تن بزنید
و نوشته برای شما در برابر این کار حسنات نویسند و درجات آخرت را برای شما بالا ببرند. تشکر میکنم دوستان عزیز. این دینی است که در اونجا توهین و اهانت ثواب دارد. دوستان عزیز اگر اینجا رو ببینید، میگه حرمت الغیبت المؤمن، میگه غیبت حرام است اما در مورد مؤمن. مراد از مؤمن کی است؟ من آمن بالله و برسوله و بالمعاد و بالائمه الاثنی عشر. مؤمن کسی است که به الله و به رسولش و روز آخرت و به 12 امام اعتقاد داشته باشد. اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم القائم حجت المنتظر. اولشان علی و آخرشان مهدی است. میگه که غیر از اینها اگر هر کسی دیگه باشند جازت غیبته، که غیبت او جایز است. زیرا این در کتاب مصباح الفقاهه است از آقای خویی، انه ثبت فی الروایات، در روایات ثابت شده و ادعیتی و زیارات و در دعاها و زیارتها جواز لعن المخالفین، که جایز است که مخالفین را لعن کرده شود و وجوب البراءة منهم، که از آنها اعلان براءت شود و اکثار السب علیهم، به آنها زیاد فحش داده شود و اتهامهم و به آنها تهمت زده شود، یعنی چیزی که در آنها نیست به آنها نسبت داده شود. و الوقیة فیهم، و الوقیة فیهم ای غیبتهم. وقیة فیهم یعنی چی؟ یعنی غیبتشان اجازه است. لانهم من اهل البدع و الریب، به خاطر که آنها از اهل شک و اهل بدعت هستند. بل لا شبهة فی کفرهم، بلکه شبهی نیست در کفر آنها. لان انکار الولایه والائمه حتی واحد منهم، به خاطر که انکار ولایت و امامت حتی یکی از آنها و اعتقاد به خلافت غیرهم و اعتقاد داشتن به خلافت غیر ائمه و بالعقائد الخرافیه، به عقاید خرافی که جبری و نحوه یوجب الکفر و زندقه، که موجب کفر و زندقه می شود. و تدل الاخبار المتواتره الظاهره، میگه که اخبار متواتر و ظاهر آشکار است که فی کفر منکر ولایه، که منکر ولایت ائمه کافر هستند، و کفر المعتقد به عقاید المذکوره، و کفر کسانی که به این مسائل اعتقاد داشته باشند و ما یشبهها من الضلالات، و مانند اینها از ضلالت ها. دوستان عزیز، تنها دینی که در این دین فحش دادن و اهانت کردن و توهین کردن عبادت محسوب میشه. مثلا شما اهل سنت اگر که یک جایی بیستید 2 رکعت نماز بخوانید و یک رافضی بیاد و 4 تا فحش بده، در نزد اونها این 4 تا فحش دادن عبادت محسوب میشه، به مخالفینشون باید فحش بدن. و به این سبب است که اینها میان در صفحات فیسبوک، در یوتیوب، در ذیل مطالبی که علمی هست، منطقی هست، به جای اینکه بیان علمی و منطقی پاسخ بدن، چیکار میکنن؟ توهین میکنن. از همین لحظه به بعد تماس های شما عزیزان را خواهیم داشت، هم از طریق واتساپ، هم از طریق تماس مستقیم میتوانید با ما هم صحبت بشید. بیننده نوشتن که در مورد که خداوند انتخاب کرد، ان الله اصطفى من ولد اسماعیل کنعان و اصطفى من کنعان قریشا و الی آخر حدیث، آیا این دلالت بر فضیلت جنس عرب بر عجم ندارد؟ ببینید دوستان عزیز، اولا اگر بخوایم به مسئله جنس برگردیم، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پدر بزرگشون، جد بزرگشون کی است؟ اسماعیل. اسماعیل علیه السلام فرزند کی است؟ فرزند ابراهیم. اسماعیل از عرب نیست. جد بزرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم از عرب نیست، از بنی اسرائیل است، از فرزندان اسرائیل علیه السلام.
در اینجا هیچ برتری جویی بر عرب وجود ندارد، هرگز چنین نیست. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح و صریح در روز عرفه در خطبه‌ای که ایراد کردن در حجة الوداع فرمودن که همه دعواهای جاهلیت زیر پای من است، یعنی بی ارزش است، خوار است، ذلیل است. از جمله اینکه قوم‌ها، قبیله‌ها خودشون رو برای دیگر برتری میدادن. فرمودن ایج عربی بر ایج عجمی، ایج عجمی بر هیچ عربی، هیچ سیاهی بر هیچ سفیدی و هیچ سفیدی بر هیچ سیاهی. الی آخر حدیث. برتری ندارد. اگر یک غلام سیاه حبشی که کله او مانند کشمش باشد، شاید سیاهای آفریقایی رو دیده باشید، کله‌های عجیبی دارن، یعنی مثل دانه کشمش باد شده است. اگر همچین یک انسانی هم بر شما حاکم شد، پادشاه شد، خلیفه شد، رئیس شما شد، شما از او اطاعت و فرمانبرداری بکنید. و از همه این روایت هایی که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم صحیح وجود دارد که هیچ برتری جویی بر اساس قوم و قبیله و زبان وجود ندارد، از همه اینا که بگذریم، الله سبحانه و تعالی میفرماید که یا ایها الناس، یعنی در اینجا نمیگه یا ایها الذین آمنو، نمیگه ای مؤمنین، نمیگه ای عرب، میگه یا ایها الناس، ای انسان ها. این از خطاب های بین المللی انترنشنال قرآن کریم است. این آیه باید در بالای در سازمان ملل نوشته شود. یا ایها الناس، ای انسان ها، همه بشریت رو خطاب قرار میده. انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم، یعنی همه شما با هم برابرید. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، شما را قوم قبیله قرار دادیم برای اینکه شناخته شوید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما در نزد الله سبحانه و تعالی پرهیزگار ترین شماست. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. استاد گرامی، من یک سوال دینی داشتم، یا مثلا من فهم که دینی چه به حساب زکات میشه، اگر زحمت نمیشه که میره برام بگین. بفرمایید. خانم یک خانه خریده، مثلا ما فعلا در هلند هستیم، یک خانه که رئیس ده، و خانم یک خانه دیگر خریده مثلا در ترکیه، و او از او پیسه هنوز قرضدار است، هنوز کل پیسهش نداده، کمک کردن نورادا یا آقایش احمد هموشش کمک کردن و خانه را خریده. اینا مثل از این زکات میشه، زکات پیسه خانهش یا نمیشه؟ خانه را به خاطر زندگی کردن، به خاطر سکن خودتان، مسکن خودتان خریدید یا به خاطر تجارت؟ نه با تجارت نیست سالگرامی، تمام فقط به خاطر چیز است، یکم رخصتی که میرن، یکم چیز میرن. مادامی که برای تجارت نباشد، بله مادامی که برای تجارت نباشد، این مسکن شخصی محسوب می شود و زکات ندارد برادر عزیز. بله. خدا خیرتون بده. با خدا ما پسند کردم، ما چون استاد قرآن شریف دارم در افغانستان، در اونجا که ما پسند کردم، او برای ما گفت که نه آجیس همین تو که خانه را کنم آدم که خریده اونمو رقم باشه پیسه مثلا 50,000-60,000 پیسه هم پیسه زکات چون باید بتاده که چون به نام تام شده، ما بکنم دوج زندگی نمیگیریم، فقط ما برای رخصتی خود اونجا گرفتیم با مایندی خود که مثلا یک وقتی که از یادن ما پنشین میشیم یا بازنشست میشیم میتونیم که دوج زندگی کنیم. مادام برای سکن، برای مسکن استفاده میکنید زکاتی ندارد برادر عزیز. سلامت باشید. زنده و سلامت باشید. بسیار تشکر. سلامت باشید. خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام. استاد ناظر خوبه؟ سلامت باشید. الله متعال استان کند. تشکر. استاد جان یک سوال داشتیم. بفرمایید. دیگر موضوع برنامه را نمیدونم. سوال همی که بیماری بواسیر
یعنی انسان وقتی به همین بیماری گرفتار میشوه امکانیت جراحی کردن هم یعنی حاضرش نداره. همین چگونه تهارت میکنه، چگونه نمازهاش میخونه، یعنی عذر شده میتونه همین انسان صاحب عذر حساب میشه از نگاه شریعت یا نه؟ ببینید بیماری هایی که مانند بعضیا که ادرارشون رو نمیتوانند نگه دارند و کسایی که مثل مشکل بواسیر و اینها دارند، این انسان ها برای هر نماز استنجا میکنن، وضو میگیرن و امروز که در بازار پیدا میشه یک نوع پارچه هایی هست که از او حتی برای کودکان هم که استفاده میکنن، میتوانن که از اونها استفاده بکنن و اگر بعد از این که طهارت کردن، وضو گرفتن، نماز رو شروع کردن، در اثنای نماز اگر که چه ادرار چه غائط از اونها خارج میشه، متوجه شدید، و جلوی این رو نمیتوانن بگیرند، نمازشان وضوعشان نمیشکنه، باید نمازشان را ادامه بدن. بعد از اینکه نمازشان تمام شد، برای نماز بعدی دوباره باید استنجا بکنن و وضو بگیرن. استاد سوال دیوم ای که نفرانی که خودکشی میکنن حکم شریعت نسبت آنها در مسئله نماز جنازه خواندن چی است؟ ببینید کسی که خودکشی میکنه نماز جنازه شو میخوانند، اما این یکی از گناهان خیلی بزرگی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که کسی که خودکشی بکنه به وسیله همون آلتی که خودکشی کرده تا روز قیامت و تا وقتی که در جهنم هست توسط همون به اصطلاح وسیله الله سبحانه و تعالی او را عذاب میده. مثلا یک کسی خودش از بالا به پایین انداخته، کسی زهر خورده، کسی رگشو بریده، به همین وسیله در جهنم عذاب میشه. چرا؟ چون که انسان این نفسی که روحی که در انسان هست این مالک این الله سبحانه و تعالی است و انسان حق ندارد که زندگی خودش رو به این شکل به پایان برساند. و بعضی از علما میگن که اگر انسان مؤمن باشد، انسانی که به الله سبحانه و تعالی به توحید اعتقاد داشته باشد، در آخر در زمره همان کسانی که بعد از چشیدن عذاب در مقابل گناهی که انجام دادن، الله سبحانه و تعالی اونها را از جهنم نجات میدهد. والله اعلم. اما نماز جنازه بر او خوانده می شود. حیاکم الله، زنده باشید. سلام علیکم. دوستان عزیز ویدیویی تماس نگیرن، چون که ما فقط تماسایی که صوتی باشد رو جواب میدیم. لطف کنید فقط صوتی تماس بگیرید. من تماسایی که ویدیویی باشه رو جواب نمیدم. تشکر از شما عزیزان. صلاح‌الدین برادر عزیز بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب استاد خوب هستین؟ بخیر هستین ان شاء الله؟ سلامت باشید، زنده باشید. بسیار تشکر استاد گرامی. یک دو پرسان داشتم استاد، اگر اجازه باشد. بفرمایید. بسیار تشکر. استاد گرامی یک در مورد قضیه فلسطین است یک پرسش که عرب و جهان عربی چه نقش دارد به این قضیه، خصوصا مرکزیت عالم الاسلام که مدینه منوره مکه مکرمه است، خصوصا حالی که اطلاق میشه با حدود جغرافیوی سعودی عربستان. درست. و او برمیگردد به محمد بن سلمان، یعنی سیاست و پالیسی های محمد بن سلمان در این زمان که اومد در خیلی وضعیت بد است مناسب است. و سوال دیگه استاد همی است که شما خود داعی هستین و استاد شما خود یعنی برای جمعی از مسلمانان الگو هستین. استاد درد ما میشنوین؟ بله بفرمایید.
میکنن در کامنت ها که شما چرا اروپا انتخاب کردین برای زندگی. یعنی شاید شما از جهات گوناگون انتخاب کرده باشید، یا از جهت آزادی بیان، یا از جهت امکانات، یا از دیگر وجهات. و شما استاد اگر بی بخش کمی وضاحت بتین که امی شبهه و شک بعض آدم ها ایجاد میکنه که امور رفع شود، و خصوصا درباره محمد بن سلمان که استاد چی طور آدم است و چی میخواهد و مسئولیتش در امی زمان خصوصا چی است، استاد اگر بپردازین. چشم در هر دو موضوع صحبت خواهم کرد. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر. سلامت باشید. ببینید من یک تماس دیگه رو هم بگیرم، بعد از انشاءالله سوال شما رو پاسخ بدم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید، بفرمایید. سلامت باشید، تشکر از شما، بفرمایید. من یک سوالی داشتم از شما. من سوالمو کامل بپرسم بعد شما جواب بدید. بفرمایید. در کتاب سنن ابن داوود، در سنن ابن ماجه، بله، یه حدیثی اومده از حضرت عایشه. بله، میگه که آیه سنگسار و آیه رضای کبیر رو بز خورد. الان تو قرآن این دو آیه هم نیست. ماجرای این چیه؟ حدیث رو بیارید لطفا، حقیقت این داستان رو توضیح بدید. چشم. صحبت دیگه دارید قطع میکنید یا ادامه میدید؟ من نه ادامه میدم، شما جواب بدید، من منتظر میبینم. بله. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم آیاتی رو نازل کرده که ما در مورد این آیات اعتقاد به نسخ داریم. الله متعال میفرماید و ما ننسخ من آیت او ننسئ. من این آیه را خدمت شما الان بیارم. سوره بقره آیه 6. و ما ننسخ من آیت او ننسئ نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شیء قدیر. ما اگر یک آیه را نسخ بکنیم، نسخ در اصطلاح شریعت به این معنی است که الله سبحانه و تعالی گاهی اوقات آیه رو با حکمش منسوخ میکنه. منسوخ یعنی چی؟ یعنی کنسل، ابطال، باطل کردن. گاهی اوقات حکمش میمانه، متن آیه نسخ میشود. گاهی اوقات حکمش میمانه، آیه نسخ میشه. گاهی اوقات آیه میمانه، حکمش نسخ میشه. همه اینها بر اساس خواست الله سبحانه و تعالی است و این رو صراحتاً در قرآن کریم برای ما بیان کرده. آیه رجم و آیه رضاع کبیر نیست، آیه رضاع است. آیه رضاع یعنی رضا اول 10 مرتبه بود، به 5 مرتبه نسخ شد. وسط حرفم نپر عزیز دل برادر، وسط حرفم نپر. وقتی که من دارم صحبت میکنم مثل بچه آدم گوش کن، همونطوری که من حرف شما رو گوش کردم. حرف من که تمام شد شما بیا جواب بده عزیز دل برادر. اینطوری راحت میتونیم گفتگو بکنیم. آیه رجم هم از جمله آیاتی بود که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم این رو آیه رو نسخ کرد، اما حکمش باقی است. بفرمایید الان شما جواب بدید. این حدیث رو بیارید که این دو آیه‌ای که بز خورده از حضرت عایشه نقل شده. یعنی چی؟ گفتم خود در خود حدیث میگه آیه رضا و آیه رجم. خب حضرت عایشه چی میگه؟ بله میگه بز خورد. یعنی ببینید عزیز دلم حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگه که ما مشغول کفن و دفن پیامبر بودیم، بز آمد این رو خورد. چرا در اون زمان در ورق، در پوست درخت، در چرم، در این چیزا آیات قرآنی رو می نوشتن و می گذاشتن در خونه و مثل این زمان نبود که مردم در آپارتمان زندگی بکنن.
حیواناتشون در رو حیات باشون زندگی میکردن و بزها عادت دارن، شما نمیدونم تو خونتون بز دارید یا ندارید، برگ درخت میخورن، پارچه میخورن، کاغذ میخورن، هر چی که جلوشون اومد میجون، میاد این رو میخوره. این به این معنی نیست که این آیات رو خورده و نابود شده، چون قرآن تنها در خانه ام المؤمنین عایشه که نبود، در نزد سیدنا علی بود، در نزد عبدالله بن زید بود، در نزد معاویه بن ابی سفیان بود. همه اینا کاتبان وحی بودن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی قرآن نازل میشد به اینها میگفتن، اینها مینوشتن. و این روایت مثل این روایت در کتب شیعه هم هست، در کتاب کافی. مثلا من این کتاب کافی رو دوستان عزیز نشون بدن، این کتاب کافی است، صحیح ترین کتاب شیعه بعد از قرآن، که کلینی میگه که وقتی این کتاب رو نوشته شد به امام زمان بردن و امام زمان گفت الکافی کافن لشیعتنا، یعنی چون امام زمان امضا کرده دیگه کسی برو برگشت نداره. این در فروع کافی در صفحه 114 حدیث شماره 3 ابو عبدالله امام جعفر صادق میگه که الرجم فی القرآن، آیه رجم در قرآن بود، قول الله عز وجل اذا زنا شیخ و شیخة فرجموهما البته فانهما قضی الشهوه. میگه که امام جعفر صادق میگه که این آیه رجم در قرآن بود و جمله آیاتی است که شیعه و سنی به اون اعتقاد دارن که منسوخ شده. خب الان این دو آیه تو قرآن نیست، مگه نمیگه قرآن انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون؟ این آیه چی میشه پس؟ بابا خداوند خودش، شما مگه به قرآن اعتقاد نداری؟ خداوند خودش میگه و ما ننسخ من آیت. اینو ترجمه کن برای من، یعنی چی؟ ما ننسخ من آیتون کار ندارم. شما این آیه شما غلط میکنی کار نداری. گوش کن، شما غلط میکنی کار نداری. آیه قرآن رو میگی کار ندارم، پس شما مسلمان نیستی. اصول این آیه ما ننسخ من آیتون اونوسیا کجا بود؟ برای چی بود؟ توضیح بده. من نمیدونم، شما علم دارید، بفرمایید. دوست عزیز گفتم ترجمه کردم، شما گوش ندادید، چون هیجان زده شدید گوش ندادید. یک بار ترجمه کردم که الله سبحانه و تعالی میفرماید حدیث ابن ماجه رو. بابا جان حدیث ابن ماجه شما بیان کردید، شما که دروغ نگفتید، من حرف شما را قبول کردم. خب درسته این آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، خب باد فنا رفته ده. خب اگه خود نه چرا با باد فنا رفته باشه؟ ببین الان مثلا در آمریکا شما دارید میرید تو خیابون، یک آمریکایی قرآن شما را از زیر بغلتون میگیره آتیش میزنه. شاید دیده باشید فیلماشونو، قرآنا را از دست مسلمان ها گرفتن آتیش زدن. آیا وقتی یک آمریکایی اومد یک قرآن را آتیش زد دیگه قرآن به باد فنا رفت؟ نه، قرآن تو خونه من هم هست، تو خونه شما هم هست، تو خونه 2 میلیارد مسلمان هست. وانگهی همه قرآنای دنیا را هم آتش بزنن، صحابه اکثرشون قرآن نمی نوشتن، قرآن را حفظ می کردن. میدونید همه صحابه تقریبا میشه گفت 90%شون قرآن رو حفظ میکردن. پس همه قرآنای دنیا را مگر شما آتیش بزنید، الله متعال قرآن رو در سینه های قاریان قرآن حفظ میکنه. درسته این آیه سایتر چی میشه؟ خب تو قرآن که نیست. الله متعال میگه من نسخش کردم، شما قرآن بلد نیستین، تقصیر من چی است؟ ببینید برادر عزیز، شما برید دوست عزیز، شما برید آیه 6 106 سوره بقره رو بخونید با تفسیر با ترجمه. الله متعال میفرماد آیه ای را که نسخ بکنیم، یعنی کنسلش بکنیم، باطلش بکنیم، از بین ببریمش یا از دل مردم بزداییم، یعنی از چنان الله سبحانه و تعالی از قلب پیامبر و از قلب مسلمان ها این رو کلا محو بکنه، میگه بهتر از آن یا امانند آن را میآوریم. آیا نمیدانی که خداوند بر هر چیز قادر است؟ باشه درسته، ممنون از شما. خدا نگهدار شما. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب این بینندمون تماسش قطع شد. الان 2 تا سوالی که بینندمون از افغانستان پرسیده بودن
برمیگردیم به این. ببینید برادر عزیز، ایشون میگه وظیفه جهان عرب چی است؟ امروز کسانی که در مقابل اسرائیل ایستادن مگر فارس هستن؟ ایرانی هستن؟ افغانی هستن؟ ترک و ازبک و تاجیک هستن؟ اینا که عرب هستن. اسماعیل حنیه رحمت الله علیه عرب است. خالد مشعل عرب است. حرکت مقاومت اسلامی حماس عرب است. حرکت جهاد اسلامی عرب است. این همه مسلمانی که امروز در فلسطین در بیش از زمان سقوط خلافت اسلامی تا امروز در جهان در مقابل اسرائیل، در مقابل یهود، در سرزمین فلسطین جهاد کردن، اینها مگر افغانی و ترک و ازبک و تاجیک بودن یا پشتون و هزاره بودن؟ همشون عرب بودن. این اصطلاحی که امروز میگن عرب‌های بی غیرت، عرب‌های فلان فلان شده، این اصطلاح متاسفانه همین ناسیونالیست های فارسی زبان است که متاسفانه بعضی از دعوتگران ما، حتی علمای ما، من صحبتی که در مورد جناب خواجه صدیقی داشتم گفت این عربای بی غیرت. خب این عربای بی غیرت میگه الان که امروز در فلسطین عربا دارن جهاد میکنن، قوم و خویشه که تو که نیستن اونجا، عربها دارن جهاد میکنن. و این دین مختص عرب و عجم نیست، این دین الله سبحانه و تعالی است. ببینید یک زمانی بنی امیه بودن، عرب بودن، صحابه قبل از اون خلفای راشدین عرب بودن، بنی عباس اومدن عرب بودن، تا وقتی که به دین خدمت کردن، فی سبیل الله جهاد کردن، خداوند بهشون عزت داد. هر موقعی که از راه حق به دور شدن، الله سبحانه و تعالی سقوطشان داد، خوار و ذلیل شدن. بعد کیا آمدن؟ مغول ها آمدن، مسلمان شدن. بعضیاشون اول مذاهب گمراهی داشتند، بعدن مذهب حق رو پیروی کردن و خدمات شایانی به اسلام کردن. سلسله های عظیمی از حکومت های اسلامی رو همین مغول ها، همین نواسه های چنگیز آدمکش آدمخوار آمدن به اسلام خدمت کردن، مسلمان شدن. وقتی که اونها ظلم کردن، ستم کردن، در بینشون اختلاف ایجاد شد، الله سبحانه و تعالی ترک ها رو آورد. خوارزمشاهیان آمدن، سلجوقیان آمدن، اونها بعدن از راه به در شدن، خیانت کردن، جهاد فی سبیل الله را ترک کردن، به دنبال دنیا و شهوات دنیا شدن. الله سبحانه و تعالی یک بلای دیگری رو بر همه اینها مسلط کرد. مغول ها از یک طرف، صلیبی ها از یک طرف، همه اینا تار و مار شدن. در اوج ذلت مسلمان ها الله سبحانه و تعالی نورالدین زنگی رحمت الله علیه رو که یکی از پادشاهان معروف شام بود، الله سبحانه و تعالی او را آورد. او توانست یک امپراتوری بزرگی رو تأسیس بکنه. بعد از اون ایوبی ها آمدن، بعد از اینکه زنگی ها ضعیف شدن. خلاصه همه این سلسله ها که از بین رفتن، الله سبحانه و تعالی ترک ها رو آورد. خلافت عثمانی آمد. سالها، بیش از 600 سال اینها بر جهان اسلام حکومت کردند. در بین اینها سلسله های مختلفی بودن، غزنوی ها بودن، از ترک ها بودن، در بینشان فارس ها بودن. همین خواجه نظام الملکی رو که ذکر کردم که روافض به شهادت رساندن، مؤسس اولین دانشگاه عصری و دینی در بغداد از توس بود. توس یعنی تهران امروزی، از تهران بود. فارس بود میگن اصلش. به نام فارس خدمت نکردن، به نام دین خدمت کردن. اولا برادران و خواهران عزیز، خواستن کسانی که دعوتگر هستن، مسلمان هستن، دیندار هستن، هیچ وقت اصطلاحات عرب و عجم، این اصطلاحاتی که بوی تعفن قومیتگرایی، ملیتگرایی میده، را اصلا ما نباید اینها رو مطرح بکنیم. وانگهی من در یکی از صحبت‌هایم گفتم که همه حکام اسلامی، همه حکام کشورهای اسلامی، همه علما، همه سربازها، همه فرماندهان نظامی، همه امت اسلامی، من و تو شامل میشویم، همه ما در قبال قضیه
فلسطین مسئول هستیم. این قضیه امت است. سرزمین فلسطین، سرزمین شام رو عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه وقف امت اسلامی کرده و همه ما در قبال قضایای همه امت امروز اگر در بوسنی، در چچن، در سنگال، در نیجریه، در عربستان، در هر گوشه دنیا یک مسلمانی به او ظلم بشه، همه مسلمان ها در قبال او مسئول هستند، هر کس به استطاعت خودش. کسی میتونه با مال نصرت بکنه، کسی میتونه با جان نصرت بکنه، کسی میتونه با سخن نصرت بکنه، با هر وسیله‌ای. فاتقوا الله ما استطعتم، با هر وسیله‌ای که در دستتان هست. هیچ کس امروز نمیتونه بگه من در قبال قضایای امت اسلامی مسئول نیستم، چون ما رو این گونه تیکه تیکه کردن، کشورها قرار دادن، از 100 سال به این طرف هست. یعنی جد سوم چهارم شما اگر امروز زنده شود و ببیند که ما به نام تاجیک و افغان و عرب و ترک و فلان به جان هم افتادیم، تعجب میکند، چون در اون زمان این مسائل نبود. در اون زمان مسائل امت مطرح بود. دشمن آمد یک محدوده جغرافیایی رو گرفت برای ما، دورش رو خط کشید گفت این افغانستان، یک قسمتی رو دورش خط کشید گفت این تاجیکستان. دست نشاندهای خودشون آوردن، این مرزها رو به ما تحمیل کردن و امروز برای ما این مرزها شده یک واقعیت مسلم، در حالی که این چنین نیست. این مرزها هیچ ارزشی در نزد انسانهای مؤمن و مسلمان ندارد. ما همه ما یک امت هستیم. این هذه امتکم امة واحده، یک امت هستیم، امت اسلام هستیم. ما رو با امت تاجیک و امت افغان و امت ترک و امت عرب و عجم تقسیم کردن و بعد از اون هر کدام ما رو جداگانه هر آنطوری که خواستن اداره کردن. امروز به همون اندازه‌ای که پادشاه عربستان محمد بن سلمان یا پادشاه نمیدونم مغرب یا رئیس جمهور ایران یا رئیس جمهور مثلا تاجیکستان یا ترکیه یا اندونزی یا مالزی، هر کدام اینها در قبال قضایای امت اسلامی مسئول هستند در پیشگاه الله سبحانه و تعالی. هیچ کس نمیتونه بگه والا نه به من چه. همه مسئول هستند و هر کس باید به اندازه استطاعتش مسئولیت خودش رو ادا بکنه. من در یکی از صحبت‌ها ذکر کردم اگر هم این کشورهای عربی، این کشورهای خلیجی یک روز فروش نفتشون رو متوقف بکنن، اسرائیل از همه این سرزمین‌های اشغالی عقب نشینی میکنه. اگر یک روز همین ایران با 90 میلیون جمعیت خیانت، درویی، فتنه‌گری، جنگ‌های نیابتی رو علیه امت اسلامی متوقف بکند، جهان اسلام آرام می شود. برادر عزیز، چه فرق بین فلسطین و سوریه هست؟ تعداد شهدایی که در سوریه به دست فاطمیون و زینبیون و سپاه پاسداران ایران شهید شدن از تعداد شهدای فلسطین در طول 100 سال اخیر بیشتر است. در عراق هم چنان. در هر گوشه دنیا که امروز ببینید یک فتنه و آشوبی توسط یا یهود یا نصارا یا حکومت ایران توسط روافض شعله‌ور است. همه اینها مسئول هستند. من هیچ کس رو براعت نمیدم در مسائل امت اسلامی. هر کس به اندازه رئیس جمهور به اندازه قوتش، پادشاه، امیرالمومنین، حتی امروز حکام امارات اسلامی در قبال کل جهان اسلام مسئول هستند، در قبال ملت افغانستان مسئول هستند. ما رو تیکه تیکه کردن و امروز اگر که در کشور همسایه ما مثلا امروز برای افغانها اگر در پاکستان نصف مردم پاکستان هم کشته شوند، شاید نیم از ملت ما خوشحال بشن. خوب شد پاکستانی‌ها دالخور بودن. و اگر ملت افغانستان مصیبت سرشون بیاد، پاکستانی‌ها شاید خوشحال بشن، بگن خوب شد این افغانی هستن برای ما همیشه جنگجال بودن، بذار شرشان کم بشه. و این رو دشمنان اسلام آوردن در بین ما قرار دادن. اسلام اینطوری نیست. سوال دیگرشون این که شما چرا اروپا رو برای زندگی انتخاب کردیم؟ هیچ کدام ما هیچ جای رو برای زندگی انتخاب نکردیم. مجبور شدیم.
امروز تعداد زیادی نه تنها علما و انسانهای دیندار، حتی انسانهای سیاسی، انسانهای نظامی، انسانهایی که با گرایش‌های مختلف بودن، هیچ کدامشان ببینید هیچ کس وطنش رو به هیچ گوشه دنیا نمیفروشه. من از مسائل قومیت و وطن دوستی و این مسائل صحبت نمی کنم. آن جایی رو که انسان در اونجا به دنیا آمده، در اونجا بزرگ شده، اون آزادی، اون حریت و اون احساسی رو که در اونجا داره در هیچ جای دنیا نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه مهاجر شدن به مدینه، مدینه‌ای که اهل مدینه مسلمان شده بودن الا تعداد اندکی از منافقین همه مسلمان بودن، همه حاضر بودن برای پیامبر صلی الله علیه و سلم جانشون رو فدا بکنن. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی از مکه خارج میشن به طرف کوههای مکه نگاه میکنن، ای مکه، ای که خلاصه یاد میکنن از مکه، اگر قومم مرا از تو بیرون نمیکردن من خارج نمیشدم. و انسان ها مجبور هستن گاهی اوقات مسائل سیاسی، گاهی اوقات موضع‌گیری های دینی، مذهبی، گاهی اوقات مسائل مختلف سبب میشه که انسان جایی رو برای اقامت انتخاب بکنه که شاید از اونجا راضی نباشه اما مجبور است. و امروز من در هر گوشه دنیا که زندگی بکنم، شما میدونید که من در مدینه بودم، همان حرفایی رو که در اونجا میزدم، همان موقفی رو که در اونجا داشتم، روزی که به ما گفتن که نه نمیتونید این حرفا رو بزنید، گفتیم خدا نگهدارتون، ترک کردیم. چون ولو این که شما در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم، در کنار شهر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم زندگی بکنید که من یک مشت خاک مدینه رو به همه دنیا عوض نمی کنم. شاعر میگه که خاک یثرب از دو عالم بهتر است، ای خوشا شهری که آنجا دلبر است. اما وقتی که تو نتوانی در اونجا حرف حق رو بزنی، الله سبحانه و تعالی میفرماید ارض الله واسعة فتهاجروا فیها، زمین الله واسع است، به هر جایی که میتوانید هجرت بکنید. ثانیاً هر ملک ماست که ملک خدای ماست. آمریکا هم ملک خداست، اروپا هم ملک خداست، چین هم ملک خداست، افغانستان هم ملک خداست. به هر سرزمینی که انسان در اونجا بتونه حق رو بیان بکنه، اونجا وطن انسان است. و اینکه امروز در کشورهای اروپایی، در کشورهای آمریکایی، ما در یکی از برنامه گفتیم تعداد زیادی از مردم اونجا مسلمان شدن، تعداد زیادی از مسلمان ها در اونجا آزادانه شعائر دینیش رو انجام میدن. شما تصور کنید همین رهبران حماس چرا مجبور میشه اسماعیل حنیه و حماس مثلا بره در ایران، برن در اونجا دفتر داشته باشن، از مجبوری برن در مراسم اونها شرکت بکنن. من با استاد اسماعیل حنیه در شاید در حدود 20 سال پیش، کمتر بیشتر، در یک جلسه ایشان بودن، خالد مشعل بود، الله متعال حفظش بکنه، همین سوال مطرح شد که شما چرا با ایران؟ گفت شما یک کشور سنی رو نشون بدید، یک کشور اسلامی رو نشون بدید که به ما اجازه بدن که ما اونجا یک دفتر باز بکنیم، یک نمایندگی داشته باشیم. گفت ما میدانیم که ایران داره خیانت میکنه در قضیه فلسطین. این حرفای خودش است. گفت ایران داره خیانت میکنه در قضیه فلسطین. میدانیم که آنها رافضی هستن، به اعتقادات ما توهین میکنن. میدانیم که اصلا اونا به بیت المقدس و قضیه بیت المقدس اصلا اعتقاد ندارن. گفت همه اینا به خاطر استفاده سیاسی از قضیه فلسطین است. همه اینا رو ما میدونیم اما مجبوریم بیاد یک کشور دیگه به ما دفتر بده. و راست میگفت در اینجا کشورهای بی غیرت، حاکمان بی غیرت کشورهای اهل سنت یک دفتر بهشون ندادن، مجبور شدن برن در دامن ایران سقوط بکنن. همونطوری که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مجبور شد که بره در ایران دفتر باز بکنه و اونها استفاده میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر نشر تشیع. در حالی که به قول استاد حنیه رحمت الله علیه گفت که اینا اعتقاد ندارن به قضیه ما خبر داریم، مسئله دینشان هست. و من الان نمونه ای از صحبت‌های اینها رو خدمت شما عزیزان اینجا پخش میکنم. ببینید که با ترجمه، امروز دوستان گفتم ترجمه بکنین رو، جزاهم الله خیر.
ببینید این عقیده شیعه این است. شنو قيمة القدس عندي؟ لك ما تسوى قيمة ما لها. لكن عالي الشيعي أفضل من القدس. العالي الشيعي شنو قيمة القدس عندي؟ لك ما تسوى قيمة ما لها. لكن عالي الشيعي أفضل من القدس. العالي الشيعي أنا أروح أموت لي شيعي على مود القدس. هو شنو هو القدس؟ مريم تعبدت في القدس، شو أسوي بمريم؟ کفش یک شیعه میگه از بیت المقدس ارزشش بیشتر است. کفش یک شیعه میگه ارزشش از بیت المقدس بیشتر است. گوش کن. هاي القدس بناية ناصبية، طوابيق ناصبية، صلوات ناصبية، احنا شنو علاقتنا بالقدس؟ أنه القدس هذا عبارة عن مزبلة، كان زبالة، كومة مع الأزبال مكنوسة وماكو مسجد. مسجد أصبحت يرمى فيها القمامة. هذا الموجود الآن هذا مسجد عمر، بناء عمر. هاي قبة الصخرة الآن اللي الناس تقتل من أجلها، هذه بالأصل صخرة يهودية. وهذه القبة منو طلعها عمر بن الخطاب، لقاها بالمزبلة بالزبالة. الذي أسري إليه النبي صلى الله عليه وآله وذكر في القرآن الحكيم بعنوان المسجد الأقصى هو ليس مسجدا دنيويا، وإنما هو المسجد الذي في السماء الرابعة، هكذا ذكر عند أهل البيت صلوات الله عليه. فأين كانت نهاية الإسراء؟ في فلسطين؟ أم كانت نهاية الإسراء ما بعد حجب النور؟ شنو قيمة القدس؟ حالا شاید مثلا بعضی از دوستان بیان بگن که این 4 تا ملای شیعه است این حرفا رو زده، ما این حرفا اینا رو قبول نداریم، اینا حرفاشون ارزشی نداره. خب شما اگر یک سری بزنید به کتب شیعه در طول تاریخ و ببینید که اونها در مورد بیت المقدس چه اعتقادی دارن دوستان عزیز؟ من این را از کتب اصلی اینها خدمت شما عزیزان نشون بدم. در تفاسیر اینها در مورد بیت المقدس دوستان عزیز اینجا البرهان فی تفسیر القرآن از سید هاشم بهرانی صفحه بعدش شناسنامش در صفحه 522 از ابی عبدالله روایت است امام جعفر صادق سألته عن المساجد التي لها فضل. از امام جعفر صادق پرسیدشم مساجدی که دارای فضیلت هستند. فقال مسجد الحرام و مسجد رسول. مسجد حرام یعنی مکه و مسجد رسول یعنی در مدینه. قلت والمسجد الاقصى جعلت فداك. مسجد الاقصی چی میشه؟ فقال ذاك في السماء. مسجد الاقصی که در آسمان است. همین حرفایی که آخوندا گفتن. الیه اسری بالرسول. پیامبر به اونجا رفت. فقلت ان الناس يقولون انه بیت المقدس. مردم میگن که بیت المقدسی که در فلسطین است. فقال مسجد الكوفه افضل منه. مسجد کوفه از آن افضل تر است. من به خاطر اینکه وقتی عزیزان گرفته نشه همین مطلب در خصال، در کافی، در وافی، در بحال رنوار، در تفسیر صافی، تفسیر عیاشی، تفسیر بیان السعاده، تفسیر نور الثقلین، در علل الشرائع، در کامل الزیارات، در من لا یحضر الفقید، در منتهى الآمال و در وسایل شیعه، همه اینها
این مطلب رو به شکل مفصل آوردن و ثابت کردن که این مسجد الاقصی هیچ ارزشی در نزد شیعه ندارد، بلکه حتی ببینید مثلا در این کتاب وسایل شیعه است از حر آملی، مثلا در اینجا میگه که از امام صادق مکه حرم است، مسجد رسول الله حرم است و حضرت علی هم مسجد کوفه را حرم قرار داده. هیچ ذکر از مسجد اقصی نیست. در حدیث شماره 6482 در صفحه 359 میگه که لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، فقط به 3 مسجد سفر بکنید: مسجد الحرام، مسجد الرسول و مسجد کوفه. مسجد الحرام و مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم و مسجد کوفه. ذکری از مسجد الاقصی نیست. و همینطور در روایات زیادی ذکر شده این مسئله. در همه روایات هاشون هم دلالت بر این میکنه که مسجد الاقصی در آسمان است. و اینجا هم در یکی از وبسایت هاشون دوستان عزیز نشون بدن، دبیر کل حزب الله ایران میگه که اینو نشون بدید. در اینجا میگه این همه از سازمان‌های آزادی بخش حمایت کردیم، اما چه نتیجه برای ما داشت؟ اگه به فلسطین کمک میکنیم باید بدانیم فلسطین باید در طریق اهل بیت باشد و اگر در طریق اهل بیت نباشد چه فرقی با اسرائیل میکند؟ تا چه وقت سفره ملت ایران پهن باشد و ملت ایران گرسنه باشد؟ این همه کمک برای فلسطین فقط به خاطری که اونا چی بشن؟ شیعه بشن. هدف دیگری هم برای این نیست. پس برادر عزیز و بزرگوار، مسئله عرب و عجم و نمیدونم ایران و افغانستان و عربستان و اینها نیست. مسئله دین است و مسئله اسلام است و هر کسی که به اسلام، به مسلمان ها خیانت بکنه، چه عرب باشه، چه عجم باشه، چه افغان باشه، از هر قوم و نژاد و کشوری که باشه، الله سبحانه و تعالی در دنیا و آخرت لعنتش بکنه. کسانی که به اسلام، به مسلمان ها، به قضایای امت اسلامی، به فلسطین خیانت میکنن. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. بله بفرمایید برادر عزیز، صدا شما داره پخش میشه. استاد عزیز، من طالب جان هستم، یک برادر شما از تاجیکستان. بفرمایید. درباره یک برادری که در کامنت‌های خود نوشته بود، بعضی کلمه‌های بعدی که درباره شما نوشته بود، با اون برادر می‌خواستم یک کلمه یک دو سخن گفته باشم. برادر عزیز، برای بعضی چیزها رو فهمیدن عقل بیشتر هم در کار نیست. مثلا باید گفتش که اصول انصاری، یعنی که شما را رافضی‌ها تغییر کردن یا که به هر کجا یک چیز دیگر هم گفت. استاد دوستی عزیز، شما وقتی که هر سخن یک گوش میکنید در پوزیشن یک مسئله خود دارن میگن بینگر که کی میگوید. بله. شما وقتی برنامه‌های اصول انصاری تماشا میکنید، شخصا من شما رو یعنی به شما باور دارم، برنامه شما رو پیوسته تماشا میکنم، اما بعد هر برنامه شما رو من یک ساعت گوش میکنم، یک ساعت یک دو ساعت هست، اما دو روز دیگه بعد تحلیل میکنم هر سخن شما رو از کجا گفتید، چی گفتید، همه اونها تحلیل میکنم برای فهمیدن خودم. هر برادری که باز گمان داره، شکی داره، میخوان واسه تحلیل کنن، ببینن این هوایی نه که یک اصول انصاری روایت تیار کرده شد، مثلا تیار کرده شد، وقتی تیار کرده که به هر هر چیزی گفتن میگن، هر چیز دیگری که گفتن میگن. برای بعضی چیزها رو فهمیدن عقل زیاد در کار نیست، هم کانتر عقل هم به کانتر عقل هم فهمیدن میشود. درست. زنده باشید. درست. میخواستم درباره شهید بفرمایید. بیان میخواستم درباره شهید شدن استاد اسماعیل حنیه یک دو سخن دیگر داشته باشم. بفرمایید. شما ببینید بسیار هم عجیب میشود که شما هم قید کردید، من این را یک دو روز پیش هم تماشا کردم، گفتن که 12 ساعت پیش از مرگش استاد اسماعیل حنیه با خامنه‌ای و با دیگر پزشکان و با دیگر آنها ملاقات داشت و با فکر شخصی من آنها شاید در کلام مسئله و یک چینه اومدند، از همین سبب هم شدن میتوانند. و اما اگر ببینید چه در اون چند چیز قید کردن که یک
نشانزن اسرائیل کشته بود تا باز گفتن که افراد اسرائیلی کشته باشه. چه افراد اسرائیلی میتونه که به حدود ایران داخل شود و خانه اسماعیل هنیه رو نشان بگیرد. اگر اسرائیل قدرت اینو داشته باشد این کارو کرده تواند، البته میتونه خامنه‌ای این کارو نیز کردن میتواند اگر این کارو کرده تواند. مثلا شخصی من که اینها همدست بدن از همدست بودن زیادتر، یعنی که شاید اینها رو خشون کرده باشن در کدام مسئله شاید با حق نرسیدن و شاید خودشون رو هم نیست کرده باشن. درست. چنین هم امکان دارد. درست. و این چیزی که میخواستم گفتن شما اگر تماشا کرده باشید در مراسم یعنی که استقبال پرزیدنت نوی ایران هم رحمانوف هم رفته در اونجا. ببینید که رحمانوف با خامنه‌ای هم در اونجا ملاقات کرد. خامنه‌ای در چند دقیقه و چند ساعتی که با رحمانوف ملاقات داشت فقط از فرهنگ، از زبان فارسی و از فرهنگ فارسی تمدن آریایی از اینها سخن کرد. اما در هیچ سخنی خویش یک بار از معنی حجاب، معنی ریش یا که معنی اذان و معنی مسجد رفتن جوانان درباره این هیچ سخنی نبود. مثلا خامنه‌ای از کل یک ماه یا که زیادتری که در تاجیکستان را منع کردن صدر حجاب را از علمای عربستان و علمای روس از تمام دنیا، شخصا مقدم از تمام دنیا، از تمام قومیت‌ها دیدن که یک دقیقه هم باشد اصلا در باره این فکرهای خود را گفته باشن افتادن بغیر از حکومت‌های ایران که یک روزی آنها یک فکر خود را در باره نگفته بودن که آنها از همه دیده به ما نزدیکتر، از فرهنگ، از تمدن، از زبان، از همه چیز دیده به ما نزدیکتر آنها هستند. درست. اما در این حالت ما از آنها هیچ چیز هم ندیدیم و دیدار رحمانوف با خامنه‌ای در این مسئله هیچ چیز هم نگفت، فقط مسئله زبان، فرهنگ، تمدن و این چیزها. درست. درست. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. زنده باشید. الله متعال حفظ کنه. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میخوام با استاد یک چند سوال دیم. بفرمایید. بفرمایید. بخواستم درباره داملاهایی که هستن در تاجیکستان یک فتوای برآوردن گویا طولی 100 ساله ها در تاجیکستان با فتوای امام اعظم صوفی کافی رحمت الله علیه لباس اسلامی دارن. درست. یعنی منظور شما رو نفهمیدم، یعنی دامولاهای تاجیکستان لباس های اسلامی دارن؟ منظورتان این است؟ نه، گویا که طولی 100 ساله های گذشته زنهای تاجیک در تاجیکستان با لباس های مسلمانی میگشتن. درست. باش، من در این مورد صحبت میکنم. تشکر از شما برادر عزیز. زنده باشید. دوستان عزیز، من قبلا صحبت کرده بودم. ببینید لباس اسلامی اونی نیست که والا سلیقه من باشد، سلیقه دامولای تاجیکستان باشد، سلیقه مولوی صاحب افغانستان باشد، یا سلیقه نمیدونم شیخ عرب و عجم باشد. حجاب اسلامی بر اساس سلیقه من و شما نیست. الله سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم ویژگی های حجاب اسلامی رو بیان کردن. دوستان عزیز اگر که لینکش رو بگذارن در کامنت در یوتیوب، من در یک برنامه مفصل در این مورد صحبت کردم، با تصاویر نشان دادم که لباس شرعی و لباس اسلامی طبق قرآن و حدیث چه ویژگی‌هایی دارد و لباس‌های ملی چه ویژگی‌هایی دارد. ببینید اسلام آمد برای ما لباس شرعی را آورد. نگفت که لباس ملی تان را شما حرمت گذارید، نگفت که شما لباس ملی تان را استفاده بکنید، گفت که شما لباس شرعی استفاده بکنید. مثلا یکی از ویژگی هایی که من در اون برنامه ذکر کردم بازم ذکر می کنم، الله سبحانه و تعالی به زنان میگه که در قرآن کریم ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى، مانند زمان جاهلیت شما در حالت تبرج یا متبرج از خانه خارج نشوید. دقیقاً زمان جاهلیت زنهای مشرکین چگونه از خانه خارج می شدن؟ این روسری را می بستن، اینطوری پشت گوششان می آوردن
پشت گردن میبستن. دقیقاً همین روشی که امروز در تاجیکستان به عنوان لباس ملی میگه روسری رو پشت سر ببند. در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی بیان میکنه ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، یعنی روسری های خود را بر روی چاک سینه، این رو جیب میگن اینجا رو، بر روی چاک پیراهنشان که بر روی سینه هست بندازند، یعنی روسری رو اینطوری بندازند. دامولای تاجیکستان چی میگه؟ این لباس ملی هست، این لباس این چی میگن این روسری که میبندن؟ یک اصطلاح جالبی دارن ایزان تاجیک. این رو میگه پشت سر ببندید. رومالچه، این رومالچه رو پشت سر ببندید. خب این رومالچه رو پشت سر بستن روش زن ابو جهل، ابو لهب، زنان مشرکین قبل از اسلام بود. الله سبحانه و تعالی آمد زنان مسلمان را امر کرد که مثل زنان مشرکین از خانه خارج نشوید و روسری هایتان را یک گوشه اش را به روی سینه تان، به روی چاک روی پیراهنتان بندازید که این محاسنشون از داخل پیدا نشه. لباس باید گشاد باشد، لباس باید شفاف نباشد، لباس باید جلب توجه نکند و که من در آن کلیپ مفصل این رو توضیح دادم و بیان کردم. و این حرفایی که این دامولاها میزنن انشاءالله الله متعال کمک بکنه هفته آینده بتونیم برنامه داشته باشیم، چون یکی از دامولای تاجیکستان یک صحبتایی کرده بود در مورد اون میخواستم یک سری توضیحات بدم که الله سبحانه و تعالی اینا را هدایت بکنه. یعنی دقیقاً دارن وظیفه بلعم باورا را که در دربار فرعون بود، یک عالم بنی اسرائیل بود، در دربار فرعون هر کاری که فرعون میکرد برای او یک آیه، یک توجیه شرعی درست میکرد. امروز دامولای تاجیکستان هم متاسفانه همینطوری شدن. هرچی که رئیس جمهور گفت میگن که والله همینطور در 4 کتاب یک روایتی آمده است، گفت که در ماه رمضان روزه نگیرن، کشاورزایی که به اصطلاح هوا گرم است و دچار مشکل میشون. جناب مفتی صاحب آمد، سید مکرم گفت که یک روایت در 4 کتاب داریم گر ضرورت بود روا باشد. به خود یکی از ملاهای افغانستان یک زمانی گفته بود که به 4 کتاب که یه حدیث راغلی ده گر ضرورت بود روا باشد. گر ضرورت بود روا باشد خب این مذهب مسلمان ها نیست، این روش مسلمان ها نیست. ما یک سری ثوابت و اصول دین داریم که در هیچ زمان و مکانی تغییر نمی کند. گیرنده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدای بزرگوار چطور هستید؟ خوب هستید؟ حال احوالتان خوبه؟ سلامت باشید، تشکر از شما. زنده باشید. الله مهربان اسماعیل حنیه رحمت الله علیه را رحمت بکند. اما شما گفتید یک آدمان انگلیسی در یک صفحه هم دیده بودم که ایشان در مورد روافض همینجوری گفته بودن. این صحبت عیناً صحبت شما را گفته بودم. ان شاء الله لینکشان پیدا بکنم که میفرستم. گفته بودم ما میدانیم ولی هیچ کشور اسلامی با ما کمک نمیکند. درست. عیناً همین حرف را زده بودن ایشان در یک برنامه. بله. ولی در مورد آخوندها که خدا را شکر من هم خیلی از آنها آشنایی کامل دارم، شما هم در آن زندگی کردید. یادم هست سالهای پایانی تحصیلم بود، یک کلیپی از مولانا عبدالرحمن چابهاری در شبکه ولایت نشر کردن که ایشان بر علیه سلفی ها صحبت میکردن. گفته بودن موحد بی توحید. من خیلی از این حرف ایشان ناراحت شدم. اون زمان من سالهای پایانی تحصیلم بود، دوره حدیث میخوادم. شماره ایشان را پیدا کردم، به مولانا چابهاری تماس گرفتم. گفتم مولانا شما که از من بیشتر اهل تشیع را میشناسید، با اینان سالها زندگی کردید، هرچند که سلفی ها با ما احناف اگر مشکلی هم داشته باشن اما آنها صحابه پیامبر را توهین نمی کنند. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها را یعنی به فحشا نسبت نمی دهند. اگر از رافضی ها خیلی بهترن با مقایسه از آنها. شما برای خوشحالی دشمن این چیز رو نمیگفتید. مولانا خودشان با زبان خودشان گفته اگر شما به دروغ های شبکه ولایت باور بکنید عقل کامل نداره. یعنی که صحبت های ایشان برید کرده بودن، یعنی که درست اصلا یعنی صحبت های کاملشون نگذاشتن که صحبت های ایشان مثلا ما اوایل صحبت شما انتهاش بوده گذاشته بودن. درست. اینا چقدر فتنه‌گار. بعد
خیانتکارن، واقعا هم خیانتکارن. خود مولانا خودشان گفتن که من اصلا این صحبت را گفتگی نبودم. من میدانم که مثلا اهل سلف از آنها بهترن، با وجود اینکه ما اختلاف داریم، ولی این حرفای من، کلیپ من یعنی کامل نیست، یعنی کلیپ را بریده بودن. درست. حتی بعد صحبت هایی که مولانا داشتن خودشان میگفتن مثلا یعنی هر کسی که حتی میگفتن کسی که معاویه رضی الله عنه را مسلمان بود، او مسلمان نمیدن. این کلیپ هاش پخش میکردن، اما دیگر صحبت هاشون میبریدن و کلیپ ناکاملش رو میگذاشتن، حالا که در بین مسلمان ها فتنه بکنه. با میآورد آیه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همگی به ریسمان الله یعنی چنگ بدارید و پراکنده نشوید. یک روز خودتان استاد میدانید هفته وحدت میگذاشتند و هفته دیگرش بر صحابه پیامبر صلی الله علیه و حتی ما یادم هست سریال هایی بر علیه مثلا صحابه پیامبر در سریال مختارنامه یادم هست سیدنا طلحه و زبیر رضی الله عنه و معاویه رضی الله عنه خیلی دین بعد نشان داده بودن. درست. این واقعا ما این الحمدلله ما خود آگاه هستیم، میدانیم که اینا خیلی هم متاسفانه ما اهل سنت رو تا امروز صلیب کردن و حتی همین من باور بکنم شما اصلا خیلی الحمدلله معلومات شما کامل است که در مورد حزب نهضت این دو چیزها معلومات ندارم. بعد از شما مطالعه کردم که واقعا حزب نهضت هم یعنی مثلا دیب ایران رو خورده بود است. من شما در حقیقت ماشاءالله من فکر در تاجیکستان زندگی کردید، خیلی معلومات عالی دارید. من نمیدونم معلومات ندارم در مورد تاجیکستان. من تعجب میکنم که حتی از تاجیک‌ها بیشتر تاجیکستان را میشناسید. الله مطالعه است. ولی به هر حال استاد بیشترین مزاحم شما نمیشوم. الله مهربان شما رو در دنیا و آخرت سربلند بگرداند. سلامت ما دعا بکنید خداوند ما و شما رو در دنیا و آخرت سربلند بگرداند و ما رو اصحاب رضی الله عنهم حفظ بکند. بارک الله آمین. فیکم. آمین. سلامت باشید. تشکر از شما. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از این برادر عزیز و بزرگوار. دوستان عزیز، کسانی که توهین میکنن، اهانت میکنن، فحش میدن، به اونها میگیم دوست عزیز عقل داری، منطق داری، بیا مرد مردانه زنگ بزن. اگر با من اختلاف داری، دلیل تا عقلی منطقی، مثل این برادری که الان در مورد آیه رجم و فلان زنگ زد صحبت کرد، زنگ بزن صحبت بکن. فحش دادن و توهین کردن این نشانه انسانهای ضعیف است. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم استاد انصاری، خوب هستید؟ سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. من در اول چند سوال درباره قرآن شریف دارم، چون ما قرآن شریف رو مطالعه میکنیم، چند دوستا هستیم و بعض سوالات پیدا میشه او رو پیشگویی یادداشت میگیریم. اول درباره از او سوال میپرسم و بعضی درباره حدیث ابن ماجه که برادر میخوایم یک ذره صحبت داشته باشم و سوالی که در مورد قرآن از او رو میخوایم ذکر بکنیم. بفرمایید. سوال اول در مورد از کمی آیت قرض یا دنگ در سوره بقره است که تنها به خاطر معاملات پولی معنی اگر کدام چیز اموال ما به یک چند روز به یک دوست ما میتیم یا به یک رفیق ما میتیم، این حکم خسر از اموال نمیه. ببینید اگر شما یک چیزی رو به عنوان رهن دادید، به عنوان قرض دادید، به عنوان امانت دادید، هر کدام از اینها احکام خاص خودش رو دارد. متوجه هستید؟ یکی قرض است، یکی رهن است، یکی امانت است. فرض مثال ما یک کتاب میتیم یا یک فرض مثال این امانت است. این امانت است. خب این حکم عزیز حکم دین سرش نمیاد دیگه. نه این امانت است. بله درسته. و سوال دیگه در مورد موسی علیه السلام، قصه موسی علیه السلام و خضر علیه السلام که موسی علیه السلام 3 بار از پیشانی شد که خضر علیه السلام برش گفت که تو سوال نکن از من، باز من داخل کل چیز برمیگم و 3 بار سوال کرد. و در این ارتباط یک حدیث هم که از رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که یک مؤمن که هست 2 بار یا 3 بار از یک بار نیش نمیخوره. درسته؟ بله. این موسی علیه السلام 2 بار یا 3 بار ازش غلطی شد دیگه. ما این حدیث و این آیت یک داره. ببینید برادر عزیز، میگن مؤمن از یک سوراخ 2 بار گزیده نمی شود. به این معنی است که اگر شما مثلا با شخصی به نام محمود، احمد، علی، هر نامی که است، با او معامله کردید، دیدید که این شخص خیانت می کند، بعد از اون رفتید باز دوباره با او معامله کردید، این حدیث در این جور مواردی است که شما از یک نفر دروغ دیدید،
خیانت دیدید، دشمنی دیدید، بازم رفتید با او معامله کردید. بله در اینجاست. اما اینکه موسی علیه السلام در 3 مورد، یکی در مورد سوراخ کردن کشتی، یکی در مورد کشتن طفل، یکی در مورد درست کردن دیوار، وقتی که اعتراض کرد، این حرص موسی علیه السلام رو در بیان حق نشان میداد. یعنی گفت که همه اونا رو در آیات ذکر میکنه، گفت تو چرا یک کودکی بیگناه رو کشتی؟ تو چرا کشتی مردم بیچاره رو سوراخ کردی؟ چون موسی علیه السلام از آن حکمتی که خضر علیه السلام از او آگاه بود، موسی علیه السلام آگاه نبود. الله متعال در قرآن کریم میگه ما بعضی از انبیا را بر بعضی دیگر فضیلت دادیم. این فضیلت در چی است؟ فضیلت در فهم است، فضیلت در دعوت است، فضیلت در صبر است. مثلا صبری که نوح علیه السلام داشت، نه؟ هارون علیه السلام نداشت، موسی علیه السلام نداشت. موسی علیه السلام تا آمد که هارون، مردم گساله پرست شدن، ریش برادرش رو گرفت، در حالی که برادرش پیامبر بود، داد و بیداد، عصبانی شد. اما نوح علیه السلام میبینیم بیش از 900 سال مردم، آخرم که دعا میکنه ربی انی دعوت قومی لیلا و نهارا، چیز زیبایی، سخنان زیبایی بیان میکنه. پس پیامبران بنابر ویژگی های شخصی، ویژگی های دعوی و ویژگی هایی که الله متعال به اونها داده بود، از بر یکدیگر فضیلت داشتن. خضر علیه السلام حکمت از کارهایی رو که انجام میداد میدانست. اما اینجا یک درس بزرگی برای امت هست که موسی علیه السلام با وجود عهد و پیمانی که بسته بود، وقتی دید کاری خلاف شرع داره صورت میگیره، کاری خلاف به اصطلاح اون چیزی که اعتقاد و ایمان داشت موسی علیه السلام داره انجام میگیره، اعتراض کرد. و این نشان میده حرص موسی علیه السلام در امر به معروف و نهی از منکر و حرص موسی علیه السلام در بیان حق رو. بله، و یه حدیث هم که براتون گفتم که مومن از یک بار دوبار نش نمیخوره. در سیرت هم میدم که یک موضوع آمده که یک قبیله دو دفعه عهد خودش شکست، نه؟ درست. بله دقیقاً. یه حدیث هم در این مورد آمده. بله. یک سوال دیگه که از این سوال شما پیدا شد، اتفاقا سوال بعدی ما درباره نوح علیه السلام بود. بله. اینجا در قصه موسی علیه السلام یک چیزی که شما ذکر کردین که او طفل بود و کسر که خضر علیه السلام به خط لسان، در حالی که در عربی غلام من که اصل کلمه غلام به یک آدم نوجوان هم استفاده میشه. دقیقاً بله درست است. اما آنچه که بعضی از مفسرین ذکر کردن گفتن کودکی بوده، یعنی طفل شیرخواری نبوده، گفتن کودکی بوده. و کودک دیگه یک فاصله عمری است که از 4-5 سال شروع میشه تقریبا تا دوران 10-12 سالگی رو کودک میگن. بله، و کلمه غلام که من اینجا بخاطر که در قرآن غلام ذکر شده و در شب معراج به رسول الله صلی الله علیه و سلم و موسی علیه السلام غلام خطاب کرد که غلام بعد از ما به نبوت رسیده بود و امت از ما که بیشتر است. اینا سوال اینجاست که اگه اون طفل باشه خب از اعتراض پیدا میشه، یعنی یک طفلش تو از بین ببره، یک طفل بیگناه رو که هیچ گناه نکرده. ببینید طفلی رو بله بفرمایید. تا جایی که ما تحقیق کردیم گپ همیشه که آدم نوجوان بوده. آدم نوجوان بوده و در کارهای خلاف بوده، اما خانواده از او خبر نداشته. درست. به خاطر که اگه گناه از او سر نمیزد، خب طبعا کلگی یک نفر خرد باشه در آینده که گناهگار میشه، آدم نیک میشه، اون خدا علم الله تعالی هست، پس چرا دیگار از بین نمیبره؟ دیگار وقت میده که اون گناه خود انجام بده، اجازه میده الله تعالی. درست. یک نفر شتو مثلا یک نفر از بین بود. پس این خاطر ما تا جای تحقیق کردیم اگه طفل بود این اعتراضات خیلی زیاد پیدا میشه. از اون خاطر این آدم نوجوان بوده، وقتی غلام به نوجوان هم استفاده میشه، به یک آدم سنش بالا باشه استفاده میشه. درست. ببینید گاهی اوقات یک صحبتی رو من اینجا بکنم اگر اجازه شما باشد. یعنی آنچه که شما ذکر کردید درست است که بعضی از مفسرین این گونه هم تفسیر کردن، اما ما هیچ وقت نباید مسائل دینی را به خاطر اینکه امروز والا غرب یا کسایی که به اصطلاح خودشان رو روشن فکر میگویند اونها اعتراض نکنند یا شبهه ایجاد نکنند، ما بیایم بعضی از مسائل و چیزایی که در دین ما آمده است رو تعویل بکنیم. به طور مثال یکی از دوستان، یکی از دعوتگران آمده بود قضیه زدن زن رو مثلا تعویل کرده بود که این زدن نیست. نه خیر، بله زدن هست. ما نباید به خاطر اینکه والا غربی امروز بگوین که ما بسیار مسلمانای پیشرفته هستیم ما بیایم میره تفسیر به رأی بکنیم.
یا مسئله بعضی از حقوق و واجباتی که وجود داره. حتی یکی از دعوتگران رو دیدم قضیه سن ام المؤمنین عایشه صدیقه رو آمده میخواد بر اساس امروز جهان وانمود بکنه که نه ایشان 9 ساله نبودن 19 ساله بودن. بله اگر برای تحقیق باشه اشکالی نداره، اما ما برای وقتی که والا از ما راضی بشن یا خوشحال بشن که نه دین ما اینطوری است اونطوری است، شما هر کاری بکنید ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بدون استاد موضوع هدف ما این نبود که تعویل کنیم. تعویل خودمون میشه مثل که یکی از علمای سابق این خود جن هم تعویل میگه که جن وجود نداره، که یک چیزی بیشتر منکر شه باز یک دیگه تعویل کنه. این موضوع تحقیقی است مثل که شما گفتید که در تحقیق میره نشان میده که یعنی به خود هم سوال پیدا میشه که دیگه بسیار خیلیش تو زیاد از کوبسان شاید اطلاع برای درست اون خالق الله میفهمه که اطلاع رو برای پسورش رو میمونه که اندازه برسه و که جرم جنایت انجام بده. پس از این خاطر همین موضوعی مفسرین نظریهشان پخته‌تر است که این آدم نوجوان بوده و این کلمه هم استفاده نشده که ما رو تعویل کنیم و رو به جوان تبدیل کنیم. غلام هم که استفاده شده خو این جمله خودش معنی نوجوان هم میتونه یک انسان که سنش بسیار بالا هم باشه تا واسه رسول الله صلی الله علیه و آله باشه به او هم استفاده میشه. پس یعنی آیات قرآن هم به ما اجازه رو میده این نظریه رو تعقیب بکنیم بدون دقیقاً تعبیر خود میشه که تعبیر مفهوم یک چیز رو تغییر بدیم. درست زنده باشید برادر عزیز. سوال دیگری دارید؟ بله سوال دیگه درباره نوح علیه السلام. بفرمایید. حکمت دعوت و تبلیغ همی از استاد گرامی که وقتی که به این نفر تو دعوت پیش کردی یک بار دو بار سه بار اگه اون قبول نکرد دیگه تو مثل که دعایت در سوره فرقان الله تعالی میفرمه و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نوح علیه السلام به قوم خود دعوت قسم که مسئولی نور مطالعه کردیم که شما ذکر کردین که شب و روز وقت و به این سطح رسیده بودن که گوشت خود خود میکردن روی خود خود میکردن. یعنی این سیستم دعوت که هست به نبی و به امتی فرق میکنه و این آیاتی که هست در سوره فرقانی ترا به امتی هست یا به انبیا آمد. بله ببینید حتی به رسول الله صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی در سوره کهف هست که فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث حسفا. یعنی حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال خطاب میکنه که یعنی تو میخوای خودت هلاک بکنی که اینها چرا ایمان نمی آورند. و در چندین جای قرآن فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، در جای مختلف قرآن به پیامبر گفته میشه که تو یعنی حاکم بر اونها نیستی، تو مسیطر بر اونها نیستی. اما این حرص انبیا را نشان میدهد که اونها حریص بودند که حتی یک نفر هم که شده است به دست اونها هدایت پیدا بکند، چون اهمیت هدایت یک نفر را رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث برای ما بیان می‌کنه. این یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. چون در یک از برنامه ذکر کردم که یک نفر هدایت بشه خانواده‌اش اسلامی شه، نسلش اسلامی شه و تا قیامت شاید میلیون ها نفر از نسل این هدایت بشوند و همه اینها در نامه اعمال کی است؟ کسی که سبب هدایت شده. انبیا علیهم السلام اینها برای ما الگو هستند، برای ما نمونه هستند. این که الله متعال در جای میگه که اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، این در جایی است که یک نفری اصلا قابل هدایت نیست. یک انسانی است که شما مثلا به او میرید یک مسئله رو بیان میکنید، فضایل اسلام رو بیان میکنید، او به شما توهین میکند، اهانت میکند. در اینجا شما نباید که جوابش رو بدید، شما باش وارد جهر و بحث شوید، سلام علیکم، از کنارش رد میشید. اما این که انسان حرص داشته باشد بر این که مردم هدایت شوند، این روش انبیاست و ما هم باید در زندگی خودمان که لقمان علیه السلام بیان میکند که و امر اهلک بالصلاة، بعد از اون چی میگه؟ واستبر علیها، یعنی صبر بکن. امروز خیلی مثلا فرزندشون رو امر بکنن به نماز، شاید بعضیشون حتی در اروپا و آمریکا شاید شاهد باشید شاید رفتار بد بکنن. وظیفه پدر مادر این است که صبر بکند، با اخلاق، با خوشرویی، با بیان دین آنها را هدایت بکنن. درست است. و سوال بعدی هم که فرق بین در قرآن من عندنا و من لدنا استفاده شده، دو کلمه که در نبی استفاده شده، فرق بین از اینا چی است در حساب قرآن؟ اگه معنای لفظیش رو بکنیم در دریخ هم از جانب ما بشه که تقریبا دوش یک معنا داره. چشم، این رو هم بیان میکنم برای شما. زنده باشید. سوال دیگری دارید؟
بفرمایید بفرمایید. این حدیث تصور که ما سرش تحقیق کردیم استاد گرامی، حدیث دستک ضعیف است و یک گفت از امام ابن القیم رحمه الله را من به شما نقل میکنم. اونا خیلی خوب گفت زن گفتن کدام حدیث بفرمایید. مصلحات و روشن باشه، اما اگه خلاف قرآن باشه ما اون حدیث را قطع میکنیم. بفرمایید. کنار این حدیث که من گفتم که تو نفر شنیدم که تو دوست زندگی ما این حدیث که هست در این سند از یک راوی که هست که شما بهتر میفهمید از حدیث، ما خود طالب علم هستیم. محمد بن اسحاق که هست که حدیث محدثین میگه ضعیف است، یعنی خود این راوی که هست ضعیف است. پس از اون خاطر وقتی که در یک حدیث یک راوی ضعیف میباشه کلا اون حدیث قابل قبول نمیباشه. درست. اینا شما چی فکر میکنید که حدیث صحیح است تا جایی که ما تحقیق کردیم که حدیث غلط است، یعنی چی غلط باشه ضعیف است. وقتی که حدیث ضعیف باشه ما ضرورت نداریم که بسیار توضیحات بدیم و تو تعبیر تشریح بکنیم که یعنی خلاف قرآن نیست. به خاطر که اون برادر خود یک نکته خوب اشاره کرد که وجود آیت واضح وجود داره در قرآن که ما نازل کننده قرآن هستیم و ما ازش حفاظت میکنیم. درست. این خطابا یک در مقابل از قرار میگیره. از اون خاطر وقتی که حدیث ضعیف است ما ضرورت نداریم به قدر تعویل بکنیم. تعویل هم نمیفهم کلمه تعویل درست است یا نه، یا تشریح و توضیح قدر بدیم. وقتی یا سرزو بحث بکنیم اصلا وقتی که حدیث صحیح نباشه. و دیگه امام محمد که امام حدیث است اونا هم گفتن وقتی که محمد بن اسحاق یک حدیث با کلمه عطف روایت میکنه او مدلس میباشه و مدلس شما بهتر میفهمین که او راویایی که ضعیف باشه رو پنهان میکنه، یعنی در سند که درست. چه که گناهی ضعیف باشه رو پنهان میکنه. بله. ببینید برادر عزیز، این حدیث دوستان اگر نشان بدن این حدیث هم در بخاری است هم در مسلم هم آمده است، اما هیچ مسلم آمده با این لفظ نامده که با این لفظ که گوسفند چی را خورد یا بز آیات قرآن را خورد، این بحثش نامده. درست. ببینید برادر عزیز، طبیعتا این بحثی که ما در مورد احادیث میکنیم بحثی است که ما اهل سنت به او اعتقاد داریم که این حدیث ضعیف است، این حدیث مشکل دارد، راویش فلان. اما وقتی که یک مخالف، چون اون برادری که تماس گرفته بودن شیعه بودن، وقتی یک مخالف که بیاد این شبهه رو مطرح بکنه، بهترین طریقه این است که از کتاب خودشان، از صحیح ترین کتاب خودشان که همین روایت در آن کتابم از امام جعفر صادق روایت شده بود، من جواب ایشان رو دادم که در آخر قانع شدن. چون حتی قضیه داجن در حدیثی که در بخاری است و به شماره 2637 و در حدیث مسلم 2770 ذکر شده است، اما بقیه مسائلی که قضیه چیز است، قضیه آیه رضا و آیه رجم در این روایت ها ذکر نشده است. بر صورت باید مخالف را با آن چیزی که بهش اعتقاد دارد پاسخ داد. تشکر اما از اینکه شما به این مسئله اشاره کردید. در مورد فرق بین عندنا و لدن، یعنی بعضی از علما مانند امام شوکانی میگن که اصلا این دو کلمه با هم دیگه فرق چندانی ندارد، اما من لدن نزدیکتر است از من عندنا. و علما در این مسئله یعنی تفاسیر مختلفی دارن، اما دقیق ترین معنا از نگاه لغوی که امام شوکانی که میدانید در این مسائل خیلی دقیق است همین است. به خاطر تفخیمم میگه من لدنا ذکر شده است. یک شیخ دیگه گفته بود که اگه چیزای فیزیکالی که الله تعالی ذکر کنه بر از اون من عندنا میگه اصلا یک چیز فیزیکی را اگه بتونی آماد شه و چیزی که غیر فیزیکی باشه، فرض مثال ما رحمت نازل کردیم یا علم دادیم باز برزو من لدن استفاده میکنم، باز دیدیم که در خود قرآن هم خلاف است، یعنی تو تشریح درست نبوده. درست. تشکر از شما برادر عزیز. بفرمایید. شما ضعیف قبول دارین یا شما صحیح قبول دارین؟ یعنی سری بداخل کدام حدیث را؟ امی حدیث ابن ماجه را. ببینید برادر عزیز، حدیث ابن ماجه مشکل داره، درست است، اما مثل ما روایت های صحیح هم داریم درباره اینکه آیاتی از قرآن بود و بز آمد خورد. اما مشکل شیعه این است که برداشتشان از این روایت به این معنی است که انگار کل قرآن در داخل خانه حضرت عایشه بود، بز آمد خورد، خلاص این آیات از قرآن گم شد دیگه نیست، در حالی که این برداشت دقیق نیست. برداشت غلط است. ما میگیم که این گپ درست نیست اصلا، نه حدیث درست است و نه یک برداشت درسته. درست. به خاطر که اون قرآن نه تنها به وجه که نوشته بود، خود از ذهن چقدر صحابه بود، تقریبا 30-40 صحابه حافظ بودن. درست، دقیقاً. نمیشه که از ذهن از اون چیز خورده باشه. دقیقاً.
زنده باشید برادر عزیز. دوست تشکر بخیر. زنده باشید. سلام علیکم. یکی از بینندگان نوشته که مثلا میگن که اهل سنت در قبال فلسطین تا حالا هیچ غلطی نکردن. من باز همون صحبتایی که در اول برنامه گفتم تکرار میکنم. مگر اینایی که الان دارن در فلسطین جهاد میکنن آخوندن، شیعن، حجت الاسلام آیت الله هن؟ در طول این 40-50 سال اخیر شماها بودید که همیشه خیانت کردید در قضیه فلسطین و این توجیه نمیکنه کمکاری و کوتاهی اهل سنت رو، حکام اهل سنت رو، کشورهای اهل سنت رو. اما شما چی کردید غیر از دفاع از اسرائیل؟ برای سلام علیکم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز، عبدالواحد هستم از کشور آلمان و یک سوال داشتم. بفرمایید برادر عزیز عبدالواحد. میخواستم بپرسم راه حلتون برای ایجاد نظام اسلامی و برون رفت و آمد از این حالت چیه؟ بعد یه مسئله هم هست که تنهایی نمیشه این حالت رو تغییر داد و اگر بخوایم با گروهی هم باشیم بعد با چه گروهی در این راه فعالیت کرد؟ باشه چشم، در این مورد صحبت میکنیم. تشکرش. اوکی، جزاک الله خیر. سلام. زنده باشید. ببینید حتما ما نباید با یک گروهی باشیم، حزب فلانی، گروه فلانی، تا اینکه ما بخوایم به اون هدفی که اعلای کلمت الله است و حکومت اسلامی است برسیم. چون بسیاری از گروه هایی که امروز گروه های سیاسی بودن یا گروه هایی که دارای یک تفکر مذهبی بودن، دارای یک تفکر فرقه‌ای بودن، در یک مقطع زمانی که سیاست اگر اقتضا بکنه، مذهب اگر اقتضا بکنه یا اون فکری که به اون وابسته هستن اقتضا بکنه، میتونن همه اهداف و همه اصول و ثوابتشون رو زیر پا بگذارن. و بدون که ذکر اسم بکنیم در گروه هایی که در این 60-70 سال اخیر بودن رو شما شاهد هستید که مثلا در افغانستان، در پاکستان، در خیلی از کشورها، در عراق مثلا گروه هایی که سالها شعار تأسیس حکومت اسلامی رو سر میدادن، موقعی که اشغالگرا آمدن با روافع سر یک کاسه نشستن، دست در دست یهود و نصارا گذاشتن، کشورشون رو تحویل دادن به آنها. عاقبتشون هم که در به در خاک به سر شدن. آنچه که سبب این میشه که ما بتونیم برای تأسیس یک حکومت اسلامی سعی تلاش بکنیم، اولین کار این است که خودمان را اصلاح بکنیم. زندگیمان را، اهدافمان را، اصلا حیاتمان را، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، این رو در زندگی خودمون نهادینه بکنیم. زندگی ما به خاطر قرآن باشه، زندگی ما به خاطر سنت باشه، زندگی ما به خاطر دین باشه، مرگ ما به خاطر دین باشه. این رو اگر در خود ما ایجاد کردیم و فرزندانمان را اینگونه تربیت کردیم و نسلی تربیت کردیم که دین اولویت زندگیشان باشه. ببینید ما مثلا دوره بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بیایید همینطور مرور بکنیم. بیشترین فتوحات اسلامی رو ما در دوره خلفای راشدین داریم. سپاه اسلام تا فرانسه میرسه، تا چین میرسه، تا دیوارهای قسطنطنیه میرسه، در زمان خلفای راشدین داریم. و بعد از اون میبینید که هرچه اسلام کمرنگ تر شده در زندگی ما مسلمان ها، به همان اندازه اون مجد و عظمت و فتوحات و انتصاراتی رو که اسلام داشت اونام کمرنگ تر میشه. حالا گاهی اوقات مثلا در زمان فلان پادشاه اومدن یک سرزمین وسیعی رو گرفتن، اما چون که بر اساس قرآن و سنت و اعلای کلمت الله نبوده،
ما هیچ اثری از اون جهاد رو امروز در اون منطقه یا در اون کشور نمیبینیم، چون هدف از جهاد اعلای کلمت الله هست. هدف از جهاد کشورگشایی نیست. هدف از جهاد این نمیشه که ما بگیم که بالا چند میلیون متر مربع رو ما فتح کردیم. تنها فتح هدف نیست، اعلای کلمت الله هدف است. یعنی در هیچ جایی در قرآن و سنت ما نداریم که گفته باشه ای کسانی که ایمان آوردید بروید سرزمین های مختلف رو شما فتح بکنید. گفته شما بروید دین را به مردم برسانید، بروید به خاطر اعلای کلمت الله مبارزه بکنید. بعد در مقاطعی از تاریخ میبینیم که مسلمان ها نصفی از اروپا را هم گرفتن، اما نیت ها را الله سبحانه و تعالی میدانه. اما آنچه که از در مرور تاریخ واضح است میبینیم که هدف اعلای کلمت الله نبوده، هدف کشورگشایی بوده. به خاطر همون ما تأثیر این فتوحات رو در بین ملت ها نمیبینیم، در حالی که شما ملت هایی رو که در زمان خلفای راشدین فتح شد اونها رو ببینید امروز اونها در ظرف 100 سال قیادت امت اسلامی رو هم از نگاه علمی هم از نگاه فرهنگی به دست گرفتن، هم از نگاه سیاسی به دست گرفتن. چرا؟ چون قبل از اینکه اون سرزمین ها فتح بشه صحابه دلهای اونها رو فتح کردن. اما برعکس میبینیم، مثلا ببینید سرزمین هندوستان، من بارها این رو مثال آوردم برای دوستان در مجالس خصوصی، امروز برای اولین بار اینجا بیان میکنم. ما مثلا از افغانستان، از امپراتوری اسلامی که در این مناطق خراسان و اینجا تأسیس شد، ما چیزی در حدود 700-800 سال بر هند حکومت کردیم به عنوان مسلمان. نتیجه چی شد؟ چی شد نتیجه؟ نتیجه رو امروز دارید میبینید. چون اکثر این فتوحات اکثرش به خاطر اعلای کلمت الله نبود، به خاطر کشورگشایی بود. بی زدن 70-80 هزار نفر رو میکشتن تا دهلی رو فتح کردن. اما بعد مشغول عیاشی و خوشگذرانی، بعد از اون جمع میشدن هندوها، باز دوباره برمیگشتن تا کابل اینا رو میدواندن، بعد دوباره 70-80 هزار نفر کشته بده، باز دوباره فتح بکن. یعنی چی؟ در حالی که کشورهایی که جای پای صحابه در اونجا هست امروز دین در اونجا استوار است. مثلا صحابه ایران رو فتح کردن، شما ببینید اصحاب کتب سته تقریبا همشون از اصحاب کتب عشره مثلا تقریبا همشون از ایران هستن، از سجستان، بلوچستان امروزی، از تهران، توس اون زمان تهران امروزی، ری امروزی تهران، یا از نیشابور، از خراسان، از هرات، از بلخ. تنها در بلخ ما در یک مقطع زمانی بیش از 500 فقیه و عالم دین داشتیم در اونجا. برعکس میبینید در سرزمین هایی که به خاطر کشورگشایی فتح شده، نه تنها که اسلام در اونجا در زندگی مردم رسوخ نکرده، بلکه در اولین فرصت میبینیم که مسلمان ها از اونجا رانده شدن، چون هدف از این کشورگشایی ها، هدف از اینا اعلای کلمت الله نبوده. هر وقت که دین در زندگی ما پیاده شد به عنوان یک منهج، به عنوان یک روش، به عنوان یک دستور، به عنوان یک قانون، یکی از علما خیلی جالب بیان میکنه نسلی که قرآن آنها را تربیت کرد. سید قطب رحمت الله علیه ذکر میکنه، میگه جیل القرآنی الفرید، نسل متمیز قرآنی. کی رو ذکر میکنه در اینجا؟ صحابه رو ذکر میکنه، نسلی که با قرآن تربیت شدن و دیدیم که در کمتر از 30 سال تقریبا بیشتر از نیمی از جهان رو گرفتنی که فقط به خاطر کشورگشایی نبود، به خاطر رساندن توحید بود، به خاطر اعلای کلمت الله بود. به پایان وقت برنامه رسیدیم، تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان همراه خواهیم بود. همه تان را به پروردگار متعال میسپارم. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نداء الحق صوت قد شجاني